وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. يزيح بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما عزیزان هستیم با قسمت دیگری از برنامه آن روی سکه. این برنامه طبق عادت همیشگی در بین یکی دو تا برنامه‌ای که در اون موضوعات مختلفی مطرح میشه و بیشترین وقت به این موضوعات اختصاص داده میشه، یک برنامه رو انتخاب میکنیم که مانند یک منبری آزاد باشه در خدمت شما عزیزان. اگر شبهاتی دارید، شبهات مذهبی دارید، شرعی دارید، میتونید در این برنامه مطرح بکنید و در رابطه با برنامه‌های گذشته و موضوعاتی که مطرح شد اگر حرف و حدیثی دارید و یا شبهاتی برای شما عزیزان مطرح شده باشه، میتونید در این برنامه با ما تماس بگیرید و در میان بگذارید. اما نکته قابل توجه این است که پرسش‌های فقهی رو در این برنامه پاسخ نمیدیم، چون این برنامه همزمان در شبکه جهانی نور پخش میشه و میدونید که در شبکه نور برنامه خاص فتوا وجود داره و سوالات شرعیتون رو میتونید از این برنامه بپرسید. در خدمت شما عزیزان از همین لحظه هستیم و شماره تماس برنامه رو عزیزانمان زیرنویس میکنن. از طریق این شماره هم میتوانید به طور مستقیم و هم از طریق واتساپ با ما تماس بگیرید و در برنامه شرکت بکنید. از همین لحظه شماره واتساپ برنامه فعال خواهد بود و شما عزیزان میتوانید که در برنامه شرکت کنید. اولین تماس رو میگیریم از بیننده عزیز و گرامی. بله، سلام علیکم، بفرمایید. بله بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. ان شاء الله که در پناه خدا باشید. سلامت باشید. تشکر از شما برادر عزیز. سلامت باشید. سوالی داشتم در مورد اتفاقات اخیری که در سودان اتفاق افتاده. دقیقا میرم چه ربطی به جامعه اسلامی و مسلمانان داره که این ربط میدن به کشور امارات؟ اگر یک توضیح بدین که دقیقا در این کشور چه اتفاقات میفته و ظلمی که به سر مسلمانان میشه. باش، چشم. در این مورد انشاءالله صحبت کنیم. سلام علیکم. زنده باشید. قبل از اینکه در رابطه با سوالی که عزیزمون پرسیدن صحبت بکنیم، همینطور که میدونید 2 روز پیش در نیمه‌های شب یک زلزله شدیدی در شمال افغانستان در مرکزیت ولایت سمنگان رخ داد که شهرهای اطراف از جمله شهر مزار شریف و تقریبا همه ولایت بلخ تا کابل و حتی آن طرف مرز در ازبکستان و تاجیکستان هم حس شد. تعدادی از عزیزان در این حادثه به شهادت رسیدن. الله سبحانه و تعالی اثر تقصیرات آنها بگذرد و آنها را مورد رحمت و مغفرت خود قرار دهد و همچنین به بازماندگانشان صبر جمیل عطا بکند و عزیزانی که زخمی شدند و خانه هایشان ویران شد، الله سبحانه و تعالی به اونها شفای عاجل و صبر و پایداری و ثبات نصیب بکنه. تسلیت عرض میکنیم خدمت همه عزیزانمان در افغانستان و امیدواریم که افغانستان و همه سرزمین های اسلامی را الله سبحانه و تعالی از شر بلاها و مصیبت ها و آفت ها دور نگه دارد. آنچه که در سودان میگذرد، دوستان عزیز، در سودان منطقه‌ای هست به نام دارفور و چند روز قبل مرکز این منطقه
به دست نیروهای جدایی طلب هستند در این منطقه افتاد. و همونطور که میدانید از دهه 80 به این طرف در سودان تحولات عجیبی رخ داد در اونجا و یک مدت زمانی تا حدود شاید 10 سال کمتر بیشتر گروه های تقریبا میشه گفت اسلامگرا در آنجا حکومت میکردن. رئیس جمهور عمر البشیر بود و در ابتدای قدرت گرفتن عمر البشیر حزب اخوان المسلمین که خود حسن البشیر تقریبا نزدیک بود به این حزب، شخصی به نام حسن الترابی که سرکردگی حرکت اخوان المسلمین یا حرکت اسلامی را در آنجا به عهده داشت، به عنوان رهبر روحانی این حرکت در اونجا به وجود آمد و بعداً اختلافات شدیدی بین حسن البشیر و بین ترابی رخ داد که منجر به جدایی بین اینها گشت. چند روز قبل در یک مجلسی با دوستان در مورد وقایعی که در سودان رخ داد صحبت می کردیم. حقیقتاً من نمیخوام به هر مناسبتی این موضوعات رو باز بکنیم و اما آنچه که در سودان رخ داد ناکامی یک حزب یا یک حرکت اسلامی، حالا اخوان المسلمین هست یا نام دیگری به سر خودشون میگذارن، کلا این احزابی که در بعضی از کشورها به حکومت رسیدن یا در بعضی از حرکت‌ها و قیام‌ها بر علیه حکومت‌ها دست داشتن، اکثر اینها یک انتمای فکری به حرکت اخوان المسلمین در مصر که توسط حسن البنا رحمت الله علیه و دیگر دوستانش تأسیس شده بود دارند. یک اشتباهات منهجی، اشتباهات فکری و اعتقادی در این حرکت وجود دارد، در حرکت اخوان المسلمین، که سبب شد در بسیاری از کشورها اینها ناکام بمانند. اما عادتا میدونید که یک فوبیایی وجود دارد در بین مسلمان ها، چون هر اتفاقی بیفتد اون رو باید به گردن دشمن بندازن. بله، این دست استعمار بود، دست آمریکا بود، دست انگلیس بود، دست صلیبی‌ها بود، دست دشمنان اسلام بود که نذاشتن حرکات اسلامی در فلان کشور کامیاب شوند، در فلان کشور حکومت بکنن. اگر ما به همون اندازه‌ای که دیگران رو متهم می‌کردیم، خودمان را یک بازنگری می‌کردیم و این اعتقاداتمان را، افکارمان را، تجربه‌هایمان را مورد محاسبه قرار می‌دادیم، از اشتباهات خودمون درس می‌گرفتیم، شاید مجبور نمی‌شدیم که گناه اشتباهات خودمان را به گردن دیگران بیاندازیم و یکی پی دیگری در کشورهای مختلف با تکرار همان سناریوها و همان اشتباهات این گونه حرکات اسلامی به نابودی دچار شوند. پس یک اشتباهاتی وجود دارد و من بارها و بارها از علما و از دعوتگرانی که در این حرکات نقشی داشتن، سهیم بودن و بعضا یعنی ما شاگردان اونها هستیم، در مدارس اونها، در مکتب فکری اونها درس خواندیم، از کتابهاشون، از افکارشان استفاده کردیم، اینها باید بازنگری بکنن که اشتباه در کجاست. و یک مشکل بزرگی که در حرکت اخوان المسلمین وجود دارد این است که چیزی به اسم انتقاد وجود ندارد. یعنی مثلا راشد الغنوشی در تونس مرتکب دهها و صدها اشتباه میشه، اما حرکت اسلامی یا حرکت اخوان المسلمین هیچ گونه انتقادی از شخص او نمیکنن. در فلان کشور فلان رهبر اخوان مرتکب یک اشتباهی میشه، هیچ کس از او انتقاد نمیکنه. همونطوری که ما شیعیان را انتقاد میکنیم، میگیم که به معصومیت ائمه اعتقاد دارن که یک فکر باطل است، یک نوع فکر معصوم بودن رهبران و علما و دعوتگران حرکت‌های اسلامی در بین اعضای این سازمان‌ها و حرکت‌ها وجود دارد. کوچکترین انتقادی رو نمیپذیرند، کوچکترین انتقادی رو دشمنی تلقی میکنند، در مقابل کوچکترین انتقادی موضع میگیرند و فکر میکنن که این طرفی که این انتقاد رو کرده حتما دشمن است و اهدافی دارد و فلان دارد و بعد از اون میگن که نوکر انگلیس است و نوکر آمریکا است و فلان و علان است. به طور مثال جناب حکمتیار به یک سری اشتباهاتی رو انجام داد وقتی که ما انتقاد کردیم از چهار بله اینها نوکر آمریکا، نوکر انگلیس هستند، نوکر دشمنان اسلام هستند، اینا فلان اینا. چرا؟
چون یک نوع معصومیتی قائل هستن به سران و رهبران. هیچ کس نباید در مورد اونها صحبت بکنه، هیچ انتقادی از آنها نباید بشه و این غلط است. و من در برنامه‌های گذشته که در مورد این موضوع صحبت کردیم برای شما عزیزان بیان کردم که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد صحابه که بهترین انسان‌ها بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستند در بین بشر و تا روز قیامت و اونها معیار و الگوی ایمان و اسلام هستند. الله متعال در قرآن اونها رو به اشکال مختلف تزکیه کرده. السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعهم باحسان رضی الله عنهم ورضوا عنه لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. یعنی الله سبحانه و تعالی اینها رو تزکیه کرد. حتی الله متعال چی میگه؟ تا روز قیامت یک معیاری برای اسلام و برای ایمان آوردن قرار داده. فین آمنوا بمثل ما آمنتم به لقد اهتدوا. اگر به مانند ایمان صحابه ایمان بیاورید شما هدایت میشید. این نسل شایسته و برگزیده‌ای که در هر جای قرآن ما یا ایها الذین آمنوا میگیم مخاطبش اونها هستن. در هر جای قرآن، چون این آیات بر بالای اونها نازل شده و اونها عملا این آیات رو در زندگی خودشون تطبیق کردن. اصلا قرآن کریم و رسول الله صلی الله علیه و سلم اونها رو تربیت کردن. یعنی میتونیم بگیم که اینا یک نسل ویژه تعلیم یافته در سایه قرآن و دستورات رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. با این ویژگی‌هایی که داشتن اگر اشتباهی میکردن رسول الله صلی الله علیه و سلم قاطعانه در مقابل اونها میایستاد، به اونها اشتباهاتشون رو گوش زد میکرد. مثلا ابوذر یک اشتباهی کرد در مقابل بلال، دعواشون شد، انسان بودن، دعواشون شد، از دهنش در اومد گفت که برو فرزند زن سیاه، یعنی یک نوع تحقیر. خبر به پیامبر صلی الله علیه و سلم رسید. همین ابوذری که متقی است، پرهیزگار است، متقی ترین صحابه است، زاهد و پارسا است، پیامبر باش مجامله نکردن، گفتن چون ابوذر است بذار ولش کن چیزی بهش نگم. نه، گفتن یا ابوذر بیا اینجا، انت امرؤ فیک الجاهلیه، چه یک انسانی هستی که هنوز هم آثار جاهلیت در تو وجود دارد. بعد از اون ابوذر پیش پای بلال میرفت و سر خود را روی زمین در کوچه روی خاک میگذاشت، میگفت ای بلال پای تو بذار روی گردن من تا این آثار جاهلیت از من دور بشه. 3 نفر که در قرآن کریم من آیاتشو برای شما عزیزان بیارم. بله، سوره توبه آیه 118. برید تفاسیر رو بخوانید، سیرت رو بخوانید که داستان اینا. و الله متعال میگه و علی ثلاثه الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رحبت. میگه 3 نفری که دور نگه داشته شدن، اونایی که تخلف کردن از جنگ، به اندازه رسید که زمین با همه بزرگیش بر آنها تنگ شد. و ضاقت علیهم انفسهم، حتی خودشون هم در خودشون یک تنگی احساس کردن، هیچ پناهگاهی نداشتن. پیامبر باشون مجامله نکرد. منافقین می اومدن عذر می آوردن، یا رسول الله والله ما مشکل داشتیم، پول نداشتیم، حسب نداشتیم، مرکب نداشتیم، شمشیر نداشتیم. یکیش میگفت زنم مریض بود، یکیش میگفت بچم مریض بود، یکی میگفت نمیدونم فلان داشت. پیامبر عذرشون رو قبول میکرد. 3 نفر مؤمنین واقعی وقتی که آمدن پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم، پیامبر روشون رو برگردوندن، قهر کردن باشون. شما برید داستانشون رو بخونید تا به حدی رسیدن که پیامبر باشون حرف نمیزدن، مؤمنین باشون حرف نمیزدن، زناشون ازشون جدا شدن، آخر خودشون اومدن به ستون مسجد بستن، تا اینکه الله سبحانه و تعالی در ادامه آیه در اینجا میگه و ظنوا ان لا ملجأ من الله الا الیه، هیچ پناهگاهی غیر از خدا وجود ندارد. ثم تاب علیهم، بعد از اون الله سبحانه و تعالی توبه آنها را قبول کرد. تا توبه اونها قبول شدن حدود 1 ماه تقریبا میگذره. در این مدت نه رسول الله صلی الله علیه و سلم نه صحابه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هیچ کس با اینا صحبت نمیکنن. پیامبر با اونا مجامله نکرد.
وقتی که ابوبکر و عمر در کنار رسول الله صلی الله علیه وسلم صدایشون بلند شد، الله سبحانه و تعالی آیاتی در قرآن کریم نازل میکنه که ما در ابتدای سوره حجرات اون رو میخونیم: یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله واتقوا الله ان الله سمیع علیم یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. میفرماید که ای مؤمنین، پیش رسول خدا و پیش الله سبحانه و تعالی پیش دستی نکنید. وقتی که در حضور الله و رسول هستید حرف نزنید، پیشگویی نکنید، پیش دستی نکنید، گوش کنید دارن چی میگن. بعد میگه یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق، صداتون رو بالای صدای پیامبر بلند نکنید ای مؤمنان. این آیات با ابوبکر و عمری که این همه فداکاری کرده بودن برای رسول الله صلی الله علیه و سلم مجامله نکرد. اومد گفت که بله شما اشتباه کردید، اشتباه خودتون رو اصلاح بکنید. و بعد از اون که اشتباهشون رو اصلاح کردن، الله متعال اینها رو تعریف میکنه: ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة و اجر عظیم. و کسانی که صداشون رو در نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم پایین میارن، اینا کسانی هستن که الله سبحانه و تعالی دلهایشان رو برای تقوا آزموده است، خالص کرده است. لهم مغفرة و اجر عظیم، برای اینها مغفرت است، یعنی اون اشتباهات گذشتهشون الله متعال میبخشه، و اجر عظیم و اجر و پاداش بزرگ است برایشان. پس صحابه اشتباه میکردن، الله و رسول به اونها تذکر میداد. اما امروز متاسفانه در بین احزاب و حرکت‌های اسلامی ما این مشکل رو داریم که از کسی نباید انتقاد کرد، از یک حرکت اسلامی نه. تا از اخوان المسلمین انتقاد بکنی 1001 تهمت و چیز بهت میزنن که شما فلانی هستی، سلفی هستی، نعمتخلی هستی، وهابی هستی، فلان هستی. نه، اشتباهات رو باید گفت. اشتباهات رو باید گفت که اصلاح بشن، اشتباهات رو باید گفت که نسل آینده این اشتباهات رو تکرار نکنن. همین حرکتی که امروز به نام دعم سریع یا نیروهای ویژه که در دارفور هستن، که سرکردگی کسی به نام جنجوید این حرکت تأسیس شد، اینها در شروع این حرکت و این گروه توسط خود دولت سودان که در رأسش یکی از کسانی که یعنی عضو حرکت اسلامی یا اخوان المسلمین در سودان بود تأسیس شدن. یک گروهی بودن که توسط خود دولت تأسیس شدن اینها. منتها در این که بر علیه سودان دسیسه‌ها و توطئه‌های دشمنان اسلام بود، در این شکی نیست. اما مؤمن نباید که در مقابل دسیسه‌ها و به اصطلاح مکر و حیله دشمنان ساکت بنشینه، هیچ کاری نکنه. مگر دشمنان در زمان رسول الله و صحابه و خلفای راشدین دسیسه‌ها نکردن، توطئه‌ها نکردن، اما دست روی دست نگذاشتن، ننشستن، در مقابلشون با توطئه‌ها و با مکرهای اونها مقابله کردن. حتی الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم میگه و مکر و مکر الله والله خیر الماکرین. اونها دسیسه میکنن، الله سبحانه و تعالی جزای دسیسهشون رو میده. به همین دلیل این گروه توسط خود دولت سودان تأسیس شدن، حمایت شدن و بعد از مدتی طبیعتاً بعد از اینکه جنوب سودان یک حرکت جدایی طلبی که در رأس آن کسی به نام جون گرنگ وجود داشت، یک مسیحی بود، قسمت‌های مسیحی نشین جنوب سودان رو جدا کردن، به یک دولت مستقل تأسیس کردن برای خودشون. و به خاطر اشتباهات حکومت سودان در برخورد با، البته مردم دارفور مسلمانن برعکس مردم جنوب سودان که مسیحی بودن و همه دنیا اونها رو کمک کردن تا از سودان جدا بشن و یک کشوری جدیدی به نام جنوب سودان تشکیل دادن، جمهوری جنوب سودان. ها نمیدونم اسمش رو تغییر دادن یا نه. اما مردم سودان که در شمال هستن اینها مسلمانن و در صحنه‌های خیلی وحشتناکی رو که ما در روزهای گذشته دیدیم که چگونه با مردم غیر نظامی رفتار کردن، قتل عام کودکان، زنان، خانواده، آتش زدن، زنده به گور کردن، اعمال زشتی که در اونجا صورت گرفت. طبیعتاً اینجا در این منطقه یک حرکت‌های جدایی طلبی است به خاطر معادن، به خاطر ثروت عظیمی که در این منطقه وجود داره. کشورهای مختلفی چشم طمع دوختن به این سرزمین و میگویند بعضی از کشورها به اینها کمک میکنن، امارات، مصر یا بعضی از کشورهای دیگه به این جدایی طلبها کمک میکنن و تا که این منطقه رو از پیکره سودان جدا بکنن یا یک نوع فشار
مضاعفی بر دولت مرکزی در سودان ایجاد بکنن. طبیعتاً گناه رو انداختن به گردن دشمنان خیلی ساده است. ما در افغانستان رو تجربه کردیم. به طور مثال همه جنایات و فضایحی که در افغانستان رخ داد رو ما انداختیم گردن اتحاد جماهیر شوروی که در افغانستان حزب دموکراتیک خلق و حزب پرچم رو در افغانستان تأسیس کردن، کودتا کردن، افغانستان رو گرفتن، اشغال کردن، فلان کردن. اما این رو فراموش کردیم که بر اساس اشتباهات ظاهرشاه، بر اساس اشتباهات داوود، بر اساس اشتباهات حکام، علما، مردم، دعوتگران، حرکت اسلامی در افغانستان، من مدت قبل یکی از علمای بزرگ افغانستان رو در یک مجلس، و بزرگترین اشتباهی که ما کردیم این بود که بر علیه داوود کودتا کردیم. این خیلی آسان است که امروز بعد از 40 سال یک نفر بلند شه بیا بگه ما اشتباه کردیم که بر علیه داوود کودتا کردیم. اما این اشتباه شما سبب شد که 40 سال در افغانستان جنگ را بیفته. سبب شد که بیش از 10 میلیون انسان، 15 میلیون انسان مهاجر بشن. سبب شد که بیش از 2 میلیون انسان قتل عام بشن، کشته بشن، شهید بشن. گناه رو گردن اتحاد جماهیر شوروی و کمونیست انداختن آسان است، اما چرا کمونیست‌ها به وجود آمدن؟ هیچ وقت اینو ریشه یابی نکردن. چطور جوانهای ما کمونیست شدن؟ چطور جوانهای ما عضو یک حزب الحادی سوسیالیستی شدن؟ کسی در این مورد صحبت نکرد. کسی در این مورد اصلا تا امروز من یک کتاب ندیدم که ریشه های این بدبختی رو در افغانستان، غیر از این که همه گناه رو انداختیم به گردن اتحاد جماهیر شوروی و 14-15 نفر از رهبران حزب دموکراتیک. اما چرا اینها به وجود آمدن؟ چرا رهبران ما، چرا فرزندانشان، چرا نصفی از مردم افغانستان به طرف فکر کمونیستی رفتن؟ اینها هیچ وقت ریشه یابی نشد. چرا مجاهدین ما به جان هم دیگر افتادن؟ چرا جنگ‌های داخلی رخ داد؟ چرا حزب و جمعیت، چرا اتحاد و حزب وحدت و این و آن به جان هم دیگر افتادن، افغانستان را خراب کردن، هزاران صدها هزار نفر را کشتن؟ کسی در مورد اینا صحبت نکرده. حزبی‌ها به گردن جمعیتی انداختن، جمعیتی‌ها به گردن حزبی انداختن، شیعه به گردن سنی‌ها، سنی‌ها به گردن شیعه. اما هیچ وقت ریشه یابی نشد که این مشکلات، یعنی حتی من امروز برای فرزندم، برای نسل آینده بگه مثلا در دهه 70، در دهه 80 چرا در افغانستان این جنگ‌های خونین بین مسلمان‌ها رخ داد، من چی بگم به اونا؟ چون تا امروز متاسفانه همون عالم دینی که جمعیتی است از جمعیت دفاع میکنه، عالم دینی که حزبی است از حزب دفاع میکنه، عالم اتحادی از سیاف دفاع میکنه، هیچ کس نمیاد حقیقت رو بگه، واقعیت رو بگه. امروز متاسفانه مشکلاتی که در سودان، در جزایر، در اردن، در خیر از کشورهای اسلامی بالای مسلمانان و بالای حرکت‌های اسلامی و بالای حکومت‌ها میاد به سبب اشتباهاتی است که رهبران و حرکت‌های اسلامی در این مناطق انجام دادن. و به جای اینکه ما همیشه به گردن دشمن بندازیم، به گردن دیگران بندازیم، بیاییم که این موضوعات رو ریشه یابی بکنیم و حداقل سعی و تلاش بکنیم که نسل آینده گرفتار این دسیسه ها و توطئه های دشمنان اسلام نشوند. برای دوستان عزیز یک بار دیگر تکرار میکنم شماره تماس برنامه ما هم طریق واتساپ و هم از تماس مستقیم شماره ای است که روی صفحه تلویزیون مشاهده میکنید. بیننده عزیز بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام. من اول برنامه یه تماس بگیرم جلسه قبل. البته جلسه قبل که فرصت نداشتم، گفتم این جلسه که حالا تلفن آزاده. من راجع به سودان قبل اینکه سوالم بپرسم، این دوستمون راجع به امارات پرسید. امارات تقریبا 10 سالی هست، 12 سالی هست تو سودان داره حوزه نفوذش رو میبره بالا. حالا البته با گروه اخوان هم مشکل داره، معادن طلا و اینا، حالا یه مقداری خودش سرچ بکنه قصه دستش میاد. بحث گستره نفوذه. من خودم این کاریه که هر دولتی انجام میده. الان مثلا ایران در عراق داره چی کار میکنه؟ امی الان مثلا مردم عراق نان خوردن ندارن. ایران چند میلیارد دلار طلبکار از ایران، از عراق در این مدت 10 سال؟ از دهن ما گرفته برد اونجا داده. همینا میخوام اینو بگم، این حوزه نفوذ، قصه سر حوزه نفوذ دولت ها. استاد ارسالی من چیزی بگم، دولت هایی که امروز دارن با همدیگه پیکار میکنن و از اون ور قصه تابلو اسلام هم یدک میکشن،
همشون بحثشون اسلام نیست، از اسلام در جهت جذب نیرو و فریب مردم استفاده میکنن. من ندیدم برام. حالا موضوعی که من میخوام بگم راجع به این پیش مقدمه حرف شما، من اعتقادم اینه، ببینید من با توهین مخالفم، اما این تعریف شما رو هم نمیپسندم. این تعریف شما رو قرآن رد میکنه. قرآن میگه من چک سفید نمیدم دست کسی. هر شخصی از حواریون عیسی مثال میزنه تا به بالا و پایین، میگه اینا باید تا لحظه مرگ ثابت قدم باشن. ما این کسی که اشتباه میکنه ولی هر چی گفت و قبول داریم، اصلا این چیز به عنوان ما افراد فوق العاده زیادی هم داریم که دور پیامبر بودن و حرفای درستی هم زدن، ما الان ازش استفاده میکنیم. از عشره مبشر شما بگیریم بیاین تا خیلی پایین، ولی نه یک شخصی که من جلسه قبل یه حدیث خوندم از مسلم، اما شما حدیث رو از بخاری خوندین و به من تهمت دروغگویی زدین و قطع کردین. من سوالم از این بیننده هاست، میگم شما هم یه نوع در واقع متعصبین دیگه، چه فرقی میکنه؟ مقلدین. یه نفر نمیاد بگه آقای انصاری این که مسلم خوند، شما چرا بخاری خوندی و بعد بهش تهمت دروغگویی میزنی؟ من اصلا انتقادای من کلا این تیپیه. حالا شما حدیث 1582 مسلم رو بخونین که منم دروغگو نشم دیگه. در واقع من اون حدیث رو خوندم. بله دوست عزیز، من دقیقا یادمه شما وقتی که صحبت کردید گفتید این صحابی سموره بن جندب هم کارخونه شراب سازی داشته. یادتون هست این حرفتون؟ من گفتم مسلم گفته تجارت مشروب داشته. تجارت مشروب داشته. بخونید همین جایی که گفته تجارت مشروب داشته رو. با خمران یعنی چی؟ با بیع تجارت. بخونید، نص روایت رو بخونید. خب من که خوندم، شما بعد گفتین دروغه. من میخوام شما خودتون بخونید. شما همین الان من میخواید که من همون نص صحبت شما رو از برنامه گذشته بیارم که شما حدیث بخاری گفتید. والله بیارید. میارم الان. من مسلم خوندم. نه شما بخاری گفتید. من بیارید. اگر من غیر مسلم خونده باشم همینجا من هر شما بگید در اختیارتونم. الان براتون میارم همینجا. یک لحظه فقط بزنید آخر برنامه است. آخر برنامه. بله همین خیلی واضح هم است. بزنید آخر میاد. من حدیث مسلم خوندم، شما حدیث گفتم. الان یک لحظه گوش کنید. جهانبینی قرآن میگه تا لحظه مرگ با ثابت قدم باشی. خب من حرفم اینه، میگم مثلا ما سمارة ابن جندب رو داریم، خب تجارت مشروب داشت. خب نه ببین یک لحظه. الان شما دارید موضوعات رو مطرح میکنید مثل یزدانی که دروغ‌هایی که در کتب تاریخ. یک لحظه من بهتون اجازه نمیدم که شما اینجا شبهه پراکنی بکنید، دروغ بگید. دوست عزیز یک لحظه در کجا بخاری اومده؟ یا بسم الله بیان کن در کجا بخاری اومده؟ هم تو بخاری اومده. بگو روایتشو بگو. بسم الله. همین الان جلوی من دوستان عزیز این الباحث الحدیث جلوی من باز است. بفرمایید در کجا گفته؟ همین مثلا به عربی بزن. تو بزن. من چرا بزنم؟ شما بخاری فرمود دوست عزیز. یک لحظه شما ببینید. ولی من مسلم خوندم. نه چرا خب بخاری رو نخوندید؟ یک لحظه چرا بخاری رو نخوندید؟ یک لحظه ادامه ببینید دوست عزیز. من ببینید یک لحظه گوش کنید. شما فرمودید بخاری و مسلم، گفتم بخون روایت بخاری رو. درسته؟ من همین حرفو گفتم. خب چرا مسلم رو خوندید؟ چرا بخاری رو نخوندید؟ نه من گوش کن برادر عزیز. یک لحظه بذارید حرفتون حرف یک لحظه گوش کن. بذار بیننده گوش کنن حرف شما رو کامل. بذار بیننده گوش کنن. دروغ میگی. حالا من شما دروغ میگی دوست عزیز. و دروغ میگی بعد من میگم چشم. بفرمایید. حدیث بله الان من میذارم. شما حدیث همین ان سمره با خمر را دیگه همین منم دارم سرچ میکنم از زیدانی یزدانی بسیار. یعنی بگم این تیم بحث میشه دوست عزیز. روایت رو بخون. نه من میگم 100% زود باشید. 2 دقیقه داریم. 2 دقیقه به پایان برنامه در شبکه نور داره پخش میشه. ملتزم به وقت هستی لطفا. بخونید. من دارم میارم الان. یه لحظه اجازه بدین.
زود باش. شما که الان مانیتور میتونید بکنید. من دروغو چطور سرچ کنم دوست عزیز؟ استغفر الله. من میگم الان من به شما بگم که آقا تو شما در ایران یک استانی هست به نام لس آنجلس، برای من پیداش بکن. مگه میشه؟ الان چه؟ پیدا بکن زود باش. 1 دقیقه. 1582 هم 10 ثانیه دیگه اومد. زنده باد. دیدین 1582 مسلم. اینجا نوشته حدیث مسلم بلغ عمر ان سمره با خمر، به عمر خبر رسید که سمره با یک لحظه گوش کنید. گوش تجارت خمر رو کنه. فقال قاتل الله سمره، خدا سمره رو بکشه. الم یعلم ان رسول الله صلی الله علیه و آله یک لحظه لعن الله الیهود حرمت علیهم. خب بدم میخونم یک لحظه من میگم والله اون موقع هم دروغ گفتید، الان هم دارید دروغ میگید. ببینید دوست عزیز، یک لحظه گوش کنید. بذارید دوست عزیز، الان من میذارم شما کاملا صحبت کنید. ببینید خواهش میکنم. نه شما غلط ترجمه کردید. من جلوی من روایت بخاری، مسلم، بیهقی، طبرانی همش باز بود اون لحظه. من گفتم حدیث بخاری رو بخون، شما حدیث مسلم رو خوندی. همون حدیث مسلم رو که خواندی، یک لحظه گوش کنید. یک لحظه گفتید بخاری و مسلم، گفتم بخون حدیث بخاری رو. چشم اجازه میدم. شما یک دندان رو جگر بگذار گوش کن. باشه. دوست عزیز، شما حدیث مسلم رو خوندی درست، حدیث مسلم آنچه که خوندی درست، اما چرا اشتباه ترجمه میکنی؟ با خمرا چرا میگی تجارت مشروب کرد؟ با تجارت، با کلمه عربی است، از بیع گرفته شده. با خمرا یعنی فروخت شراب. نه شما گفتید تجارت. ببینید الان من میگم که اسم شما احمده. من یک لحظه گوش کن دوست عزیز، تو رو خدا وسط حرفم نپر دیگه. من اسم شما چیه؟ احمد آقا. آرش آقا باع بیتهی چه معنی؟ خونه خرید. باع بیتهی خونه‌شو فروخت. درست؟ اگر بگم آرش یتاجر بالبیوت، در اون صورت میشه که آرش تجارت خرید و فروش خانه رو میکنه. ببینید عربی یک زبان واضح و آشکاره، هر کلمه از خودش معنی داره. شما میگید که سمره تجارت مشروب میکرد، در حالی که در حدیث میاد، در اونجا در روایت میاد که با خمرا. روایت بخاری، دوستان عزیز من اینجا نشون بدم خدمت شما عزیزان، من در این مورد الان شما اگر حرفی دارید بزنید که بعد از اون من یک فایل کامل در این مورد دارم، من صحبت بکنم. بفرمایید. الان از همین لحظه 5 دقیقه شما فرصت دارید هر چی دوست دارید در این مورد بگید. بفرمایید. شما صحبتتون رو بکنید، من قرار شد ساکت باشم جواب شما رو بدم. بعد نه من صحبتمو کردم، گفتم شما دروغ ترجمه کردید، یا میبخشید خیلی معذرت میخوام، اشتباه ترجمه کردید. تجارت ترجمه نبود. شما گفتید این آقا دروغ گفت، سماره وجود نداشت. چرا؟ ببینید من گفتم بخاری و مسلم، چون در روایت بخاری سماره نیست. پس قرار نشد شما در روایت بخاری سماره نیست. شما حرفاتون رو بزنید. بابا جان من از شما خواستم روایت بخاری رو بخونید، شما روایت بخاری رو نخوندید، رفتید روایت مسلم رو خوندید. در روایت بخاری سماره ذکر نشده، فلان ذکر شده. در روایت مسلم سماره ذکر شده. این یکی. ثانیاً گفتم که دروغ میگید. خب نه، وقتی که شما رو میگم جواب بده، شما میگید که تو حرف بزن. وقتی که من حرف میزنم وسط حرفم میپرید. و شما وقتی که ترجمه میخواهید بکنید، اشتباه کردید. اون موقع گفتم دروغ گفتید، اما الان میگم اشتباه کردید در ترجمه. بفرمایید. 2 دقیقه. از همین الان 2 دقیقه. بفرمایید. شروع شد. خب بذار ببینید. حالا 3 دقیقه هم شد، ایراد نداره. من اصلا قطع میکنم بعد شما هر چی گفت. من حرفم این بود. گفتم بابا بخاری و مسلم راجع به قصه سماره اینو گفته. در خواندن آمدم اشاره کردم، گفتم حدیث 1582 مسلم این موضوع رو براتون خواندم. خب حالا سماره مشروب فروخت، کادو که نداد که مشروب فروخت. حالا مثلا
و به حالا اصلا شما بگید تجارت من غلط، منم مثلا سلم نه. خب حرفم اینجاست، من چرا بخاری رو نخوندم؟ بخاری چون مدلس درجه یکه، چرا اینجا اسم سماره رو حذف میکنه، ان فلانن میاره، همین حدیثا با همین سلسله همین ماجرا زیر توضیح عباد میاد توضیح میده، میگه هو سماره ابن جندب. حالا چرا باید بخاری یک حدیث رو حذف بکنه اسم رو و بگه فلانن؟ این بگذاریم از این ماجرا، برای همین من رفتم مسلم رو خوندم. بحث ما هم همین بود که من حدیث مسلم رو خوندم با اسم، شما گفتین این آقا دروغگوه، کجای حدیث اومده مثلا تجارت کرده؟ خب مگه حدیث ما باید دنبال درستی مطلبیم، ما دنبال نیستیم که از بخاری یا مسلم. من حرفم اینجاست، من میگم خدا چک سفید نمیده دست کسی. همین سماره کسی بود که قانون لا ضرر و لا ضرار رو پیامبر، یه درخت پیامبر، یک لحظه روی یک شبهه صحبت بکنید. ببینید از این شاخه به اون شاخه نپرید. رو قضیه همینجا که شما فرمودید که تجارت مشروب میکرد، ببینید تا فروش مشروب و تجارت مشروب فرق میکنه. تجارت کسی که برای یک صحابه، آقای محترم، ایشون تاجر مشروب نبود، ایشون والی بود، والی در بصره بود. متوجه هستید؟ الان من یک لحظه الان شما حرفتون رو تمام بکنید که من کامل جواب این شبهه رو به شما بدم. بفرمایید. من حرفم اینجاست، شما گفتین یا ایها الذین آمنو، خطاب به صحابه است. منم مخلص صحابه هم هستم، صحابه خوبم که زیاد داشتیم، 80% هم عالیان. من همشون عالیان. من یرتد منکم کیه اینجا؟ من یرتد منکم کیه اینجا که قرآن داره میگه، اینجا که الله داره میگه، حرف الله رو میزنی زمین. تو سوره مائده آخرین سوره قرآن، آخرین حرفای قرآن داره میگه من یرتد منکم، اگه شما مرتد شدین من آدمای بهتر از شما برمی‌دارم میارم. این که حرف خداست، حرف من آرش نیست. میگم خدا چک سفید نمیده، هر کی کار خوب کرد مخلصش این باید ازشون دین گرفت. هر کسی مثل مگه از سموره میشه دین گرفت؟ حرف من اینه، کل حرف من این بود. تموم شد؟ بله من حرفم اینه، من رو حدیث نیست. اوکی، نه حرف ما رو حدیث هست. دوستان عزیز، ایشون در برنامه گذاشته، اجازه بدید پس من ساکت شدم. بفرمایید. من میگم اون حدیث رو چرا خوندم؟ چون به این نقطه برسم که بگم خدا چک سفید به احدی نداد. ما از هر صحابه نمیتونیم حدیث بگیریم. سموره مهاجر و انصار هم نبود، تازه یه صحابی عادی بود. من حرفم اینه، کجای حرفم غلطه بر مبنای نص قرآن؟ تموم شد؟ من سوال پرسیدم، میگم کجای حرفم غلطه؟ ما چرا باید از همه 100% صحابه دین بگیریم؟ باشه، جواب بدم الان. ساکت میشینید؟ قول میدید که وسط حرفم نپرید؟ بسیار. قول میدم گوش بدم. گوش کنید. ببینید هیچ یک از علمای اهل سنت، هیچ یک، من در اون برنامه، شما اول برنامه شاید بودید یا نبودید یادم نیست چون نمیدونم، علم غیبم ندارم، در همون برنامه صحبت کردم که ما وقتی که قضیه عدالت صحابه رو مطرح میکنیم هیچ وقت به معنی معصوم بودن صحابه از گناه نیست. و در همونجا ذکر کردم صحابه امکان از مرتکب شراب خوری بشن. قصه اون صحابی رو که مشروب میخورد چند بار شلاقش زدن، بعد از اون یکی اومد لعنتش کرد، پیامبر مانع شد، گفت انه یحب الله و رسوله، او الله و رسولش رو دوست داره، لعنتش نکنید. قضیه صحابی که آمد زنا کرد، پیش پیامبر آمد گفت منو پاک بکن، و داستانهای دیگری رو ذکر کردم. و اهل سنت همه به این معتقد هستند که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم معصوم نیستند. معصوم نیستند به معنی اینکه مرتکب گناه و معصیت میشوند. و حتی صحبت‌های مولانا که در اونجا مولانا قاسم رو که من پخش کردم و مفتی قاسمی رو که پخش کردم که رد یزدانی بود، در اونجا ایشون هم میگن که این به معنی نیست که صحابه معصوم از گناه هستن. گناه میکنن، منتها گناه میکنه متوجه میشه، گناه میکنه توبه میکنه. قضیه سمره بن جندب چی است؟ اولا در حدیثی که در بخاری ذکر میشه، در اونجا ذکر میکنن که علما میگن که امام بخاری رحمت الله علیه نه به خاطر تدلیس که بخواد یک چیزی رو پنهان بکنه، فقط به خاطر جایگاه صحابه، به جای اینکه سمره بن جندب بگه میگه که فلان. من که ایشون به بیننده عزیز که گفتم دروغ میگه، چون من گفتم حدیث بخاری رو بخون، ایشون رفت مستقیما رو حدیث مسلم و این عادته
شبهاتی است که متاسفانه دوستان شیعه ما بیان میکنن رو حدیث مسلم. بله در حدیث مسلم آمده و اهل سنت اینو پنهان نکردن، نرفتن تو کتاب مسلم اونجا رو پاک بکنن مثل شیعه که در بهار الانوار نقطه 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 گذاشتن اون رو پاک بکنن اونجا بنویسن فلان. نه، همونطوری که بوده گذاشتن. روایت بیهقی است، در سیر اعلام نبلا هست، در جاهای دیگر در این مورد ذکر شده. اما قضیه از چه قرار است؟ ایشون در بصره مسئول به اصطلاح جمع‌آوری جزیه بود. اصل داستان از چه قرار هست که این رو میاد در سیر اعلام نبلا در جلد 3 صفحه 183 به بعد مفصل ذکر میکنه. در اینجا اصل قضیه چی بود؟ عده‌ای از کفار اومدن در مقابل جزیه مثلا 10 تا بشکه شراب گفتن حالا این مثلا هر بشکه شراب قیمتش 10 دینار است، 10 بشکه شراب میشه 100 دینار، تو هم از ما 100 دینار جزیه میخوای، این شراب رو بگیر در مقابل جزیه. ایشون هم چیکار کرد؟ همون 10 بشکه رو گرفت در همون بازار کفار به مقابل 100 دینار فروخت، پولش رو آورد به بیت المال تحویل داد. این خبر رو والی که در اونجا بود به سیدنا عمر رساند که والله بالله من این رو به عمر میرسانم. با عمر رسان که آقا سموره این کار رو کرده. حضرت عمرم به خاطر حساسیتی که من دیگه الان صداتو خاموش میکنم که دیگه اصلا سوال نپرسی. قطعش کردم دوستان عزیز. حضرت عمر ایشون رو طلب میکنه، توبیخ میکنه، این چی کاری بود که کردی؟ میگه بابا من فکر میکردم که شراب رو از کافر بگیر به کافر بفروش، پولش رو بیار به بیت المال مسلمان ها بنداز، اشکالی نداره. آقا به ایشون گفت که این کار اشتباه بوده و دیگر تا روزی که سموره بن جندب رضی الله تعالی عنه زنده بود دیگه این کار رو تکرار نکردی. یک بار این کار رو انجام دادی، یک اشتباهی بوده کرده. الان مثل که یک مسلمانی میره مثلا از یک بانکی سود میگیره، خونه میخره، بعد اینجا زنگ میزنه آقا من رفتم از بانک در مقابل 5% فایده‌ای که به بانک میدم، سودی که به بانک میدم خونه خریدم، حکمش چیه؟ آقا میگیم حرام است. آقا میره این عقد رو فسخ میکنه، پول بانک رو برمیگردونه. آقا میگه نخواستم. الان ما چیکار کنیم؟ بگیم این مسلمان مرتد است، کافر است، منافق است، بزنین تو سرش بکشید چون که این کارو کرده؟ بابا یک بار اشتباهی رو کرده، توبه کرده، تموم شده رفته. اصل داستان از این قرار است. و ببینید که اینها در موردش چی میگن. و از ابن سیرین، از هلال ابن علا، از تعداد زیادی از علمای بزرگ در مورد سموره بن جندب رضی الله تعالی عنه میگن که یک صحابه‌ای از جمله علما و بزرگان صحابه بوده و آنچه که از شبهاتی که در مورد ایشون ذکر میشه همه اونها تنها این شبهه نیست، 2 3 تا 4 تا شبهه دیگه هم در این مورد هست که همه اونها رو دوستان عزیز اگر این صفحه رو نشون بدن، این رد شبهه‌ای که در مورد شبهات مختلفی که در مورد ایشون هست همش در نزد من هست. موضوع شراب رو مطرح کرده بودن و من به ایشون پاسخ دادم که قضیه از چه قرار است. و در اینجا خدمت شما در شرح صحیح بخاری جلد 3 صفحه 40 در این مورد مفصل میاد که انه اخذها من اهل الكتاب عن قیمة الجزیه فباعها منهم ظنا منه ان ذلك جائز. گفتن که این چیز بوده، شراب رو از اهل کتاب در مقابل جزیه گرفته بوده، برای اونها فروخته و پولش رو به بیت المال انداخته. فکر میکرده که این کار اشکالی نداره، چون فکر میکرده که مثلا شراب مادامی که در کشور اسلامی نیاد، در کشور اسلامی خرید و فروش نشه و به مسلمان فروخته نشه، به کافر فروخته شه، پولش به بیت المال مسلمان بیاد، کار جایزی است. اشتباه بوده، از اشتباه خودش هم برگشته و این کل ما فی الامر است. اما کسی که در دلش بیماری باشه در مورد صحابه طبعا میدونید که این گونه برخورد میکنه با موضوع. و در این مورد من بحث مفصلی دارم که بله بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید.
بیننده گرامی بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. استاد بیشتر یک موضوعی اشاره کردین، بریم یک سوالی پیدا شد. بفرمایید. گفتیم که پیامبر صلی الله علیه و اصحاب مدت یک ماه همراه یکی از صحابه به دلیل از اینکه یک اشتباه از اونها سر زده بود صحبت نمی‌کردن. باز گفتم که آیا همراه اعضای فامیل، دوست، رفیق، کسی که می‌بینیم مثلا نماز نمی‌خونه یا امورات شرعی را انجام نمیده، به عنوان افراد عادی فامیل ما میتونیم همین یک رفتار همراه از داشته باشیم تا زمانی که برمیگرده از کار خوب، مثلا پدر یا مادر همراه اولاد خوب و یا مثلا همراه صنفی، همکار، برادر. تشکر. تمام، چشم، در این مورد صحبت میکنم انشالله. زنده باشید. سلام باشید. بله، یکی از مسئله که یک مسلمان با یک مسلمان دیگر بنابر یک مشکلی که بینشون پیش آمده باشه با هم دیگه صحبت نمی کنن. جنگ کردن، دعوا کردن سر یک مسئله، با هم دیگه صحبت نمی کنن و قهر می کنن. در این صورت بیشتر از 3 روز اجازه نیست. در حدیث صحیح از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که جایز نیست که یک مسلمان لا یحل لمسلم ان یهجر اخاه فوق 3 لیال، جایز نیست به یک مسلمان که برادرش رو باش قهر بکنه بیشتر از 3 شب. اما یک صورت دیگری که برادرمون ذکر کردن، به طور مثال کسی برادری داره، این برادرش هر موقعی که خونش بری مثلا فیلم هندی روشن است، موسیقی روشن است، فسق و فجور است، دخترای جوانش مثلا بی حجاب هستند، اون حشمت و عفت اسلامی رو مراعات نمی کنن و یا مشکلات دیگری گرفتار، یا مثلا سود میخوره، رباخوار است یا تجارت حرامی رو انجام میده. برادرش نصیحتش میکنه، 1 بار 2 بار 3 بار بهش میگه، آخر بهش میگه که بابا تا وقتی که تو این کار رو متوقف نکنی من دیگه با تو رفت آمد نمی کنم. این رو بهش میگن هجر. هجر در اسلام قاعده و قانونی براش در روابط اجتماعی گذاشته شده که بیشتر از 3 روز هم میشه با کسی که مرتکب گناه ها و معصیت هایی باشه که با این کار میشه جلوی این معصیت رو گرفت یا جلوی این تعدی و تجاوز رو گرفت، یا که به سبب رفت آمد با او میشه که خانواده ما و عزیزان ما از اونها متأثر بشن. در این صورت قطع رفت آمد و هجر در اسلام جایز است ولو که بیشتر از 3 روز باشه. همان گونه که صحابه و رسول الله صلی الله علیه و سلم با اون 3 نفر به خاطر اینکه اینها یک گناه خیلی بزرگی رو از جمله 7 گناه به اصطلاح که 7 موبقات میگن، یکیش این است که کسی از معرکه فرار بکنه، از جنگ فرار بکنه. وقتی که نفیر عام اعلان میشه در کنار پیامبر یا در کنار امیر در جنگ حاضر نشه با وجودی که استطاعتش رو داشته باشه. و حتی در مورد زنان در آیه 34 سوره نساء واهجروهن فی المضاجع که در اینجا ذکر میشه، در اینجا هم هجر یعنی دور شدن از بستر خواب زن بیشتر از 3 روز، 4 روز، 1 هفته تا وقتی که اصلاح بشه امری جایز است. این رو بهش میگن برادر عزیز و بزرگوارمون که هجر، و این هجر در صورتی که مؤثر واقع بشه یا اینکه سبب دوری ما و عزیزان ما از یک گناه و معصیت بشه جایز است. به طور مثال یکی خانوادهش دچار یک معصیت هایی در امور اخلاقی و اجتماعی هستند و اگر که ما با اونها رفت آمد بکنیم، ولو اینکه عزیزان نزدیک ما باشن، برادر، خواهر، عمه، دایی، خاله اینا باشن، سبب میشه که همسر ما، فرزندان ما از اونها متاثر بشن. در این صورت ترک کردن اونها جایز است. الا برای کسی که دعوتگر است، امر به معروف و نهی از منکر میکنه
و اگر در مجلس اونها شرکت میکنه، خونه اونها میره، اونها رو امر به معروف نهی از منکر میکنه، برای او واجب است که این امر به معروف و نهی از منکر خودش رو ادامه بده. اما یک کسی به خاطر اینکه خودش رو دور بکنه و از مسئولیت چشم پوشی بکنه، نه، برای او جایز نیست. و در مورد هجر احکام زیادی وجود دارد که علما اون رو بیان کردن. تشکر میکنم از این بیننده عزیز و بزرگوار. دوستانی که پرسیدن که چطوری میتونن تماس بگیرن، همین شماره‌ای که 2044 20 80 89 49 20 این شماره هم تماس مستقیم هم شماره واتساپ برنامه است. کافی است که این شماره رو در لیست تماس‌های واتساپتون حفظ بکنید و بعد از اون میتونید تماس بگیرید و در برنامه شرکت بکنید. بیننده عزیز بفرمایید. خواستم بدونم این چیزی که شما خوندین از سیر و علام. آقای محترم لطفاً دیگه تماس نگیرید، چون که تا موقعی که ادب صحبت کردن رو یاد نگیرید من به شما اجازه نمیدم زنگ بزنید. یک پیام صوتی بفرستید، معذرت خواهی بکنید، بعد از اون میتونید صحبت بکنید. بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. شب شما بخیر باشه. سلامت باشید. تشکر از شما. ببخشید یه سوال داشتم. در رابطه با موضوعات برنامه باشه بفرمایید. صبح من نماز صبح بیدار نمیشم، مثلا ساعت 8 و 9 بیدار میشم. گذشته باید بخونم، نیت گذشته بیارم یا همون نماز فرض چون بیدار نشدم از خواب؟ همیشه این کار رو میکنید یا یک بار دوبار اتفاق میفته؟ بعضی وقتا باشه اشکالی نداره. انسان مثلا سعی تلاش رو میکنه، ساعتش رو کوک میکنه، ساعتش رو، یا کسی رو میگه منو بیدار بکن، با وجود این مثلا بیدار نمیشه. در اون صورت بعد از طلوع آفتاب نمازش رو قضا میخونه. بله. پس اگه نماز ظهر، چون محل کارم جوریه که نمیتونم نماز ظهر رو بخونم و موقعی که میرسم خونه نماز ظهر رو بخونم، نماز اذان عصرم گفتن، نماز ظهر رو چی باید گذشته بخونم یا نه اونم میشه با هم خون؟ بله، نماز ظهر رو میخونید و عصر رو میخونید بعدش. منتها در محل کار میتونید نمازتون رو بخونید، در هر جای دنیا باشید، این حق شماست. حتی در کشورهای غربی هم باشید به شما اجازه میدن در محل کارتون نمازتون رو بخونید. شما فکر کنم از ایران تماس میگیرید، یعنی در ایران اجازه نمیدن که شما در... بله. والله این دیگه مصیبته. همکارام با مهر نماز میخونن و من مهر نمیذارم. حالا اون مهر گذاشتن واجب، مستحبه، باید باشه نباشه؟ در اسلام مهر گذاشتن نیست، این یک بدعتی است که آخوندا به وجود آوردن. کی گفته که رو مهر نماز بخونید؟ هر جای پاکی که باشه میتونید نماز بخونید، رو فرش، رو جانماز، رو زمین، رو سنگ. من پرسیدم میگن حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که دروغ میگن، روی خاک نماز بخون. دروغ میگن. پس اگه روی مهر نماز بخونم گناه است؟ اصلا یک بدعتیه، همچین چیزی وجود نداره. یعنی همچین چیزی رو هیچ کس نگفته که شما رو مهر، رو خاک مثلا شرط نگذاشتن در این جایی. بعد برادر من یه خانومی هم برای من معرفی کردم برای ازدواج. من خودم مذهبم شافعیه، مذهبم ولی ایشون شیعه است. بله. ببینید اگر ایشون یک شیعه دیندار ملتزم به اعتقادات آخوندهایی که فعلا هستن در ایران باشه، که مثلا بره تو این عزاداری‌ها، این شرکیاتی رو که انجام میدن، بره تو این زیارت‌ها، این اعمال شرکی رو که انجام میدن، یا اعتقاد به تحریف قرآن و نمیدونم امامت و عصمت و اینا داشته باشه، به هیچ عنوان ازدواج با همچین زنی جایز نیست. اما یک کسی هست مثلا اسم شیعه است، منتها به اعتقادات شیعه پایبند نیست، مسلمان هست، موحد هست، به الله شرک نمیاره، یا علی و یا زهرا و یا فاطمه و یا مهدی نمیگه، در اون صورت مشکلی نداره. چون که ما در بین خودمون اهل سنت هم کسانی رو داریم که اسمش سنی هست، منتها اعتقاداتش از شیعه اثناعشری بدتره. و در اینجا شیعه و سنی مهم نیست، در اینجا عقیده طرف مهم است. طرف، هر انسانی که
به غیر از الله موجود دیگری رو بخوانه، بگه یا فلان یا علان به من کمک بکن، بره دور قبر بگرده، طواف بکنه، از قبر حاجت بخواد، به الله شرک بیاره، این مشرک است و ازدواج کردن با مرد مشرک و با زن مشرک جایز نیست. تشکر از شما دوست عزیز. اگر نیتش واسطه باشه چی؟ یعنی به نیت شرک نباشه، به نیت واسطه که ایشون واسطه باشه اولیاء الله که از خدا بخواد که مشکل حل شه. در کجای قرآن گفته شما واسطه بیارید بین من و خودتون؟ در قرآن نیومده، ولی خب حالا در هیچ جای نیومده. در هیچ جای نیومده. الله متعال میگه ادعونی استجب لکم. اصلا پیامبر با ابو جهل و ابو لهب و عتبه و شیبه و ربیعه و مشرکین مکه چرا جنگید؟ اصلا چرا اونا رو ما میگیم مشرکین؟ چرا میگیم مشرکین؟ به خاطری که اونا به خدا اعتقاد داشتن، میگفتن این بت‌ها انسان‌های صالحی بودن. واقعا هم اینطوریه. یعنی اون بت‌هایی که اونا میپرستیدن، فکر نکن رفته بودن از کوی یک سنگی رو آورده بودن اسمشو گذاشته بودن لات و منات و عزا. نه، اینها انسان‌های صالحی بودند که خدمت حجاج رو می‌کردن، خدمت بیت الله الحرام رو می‌کردن. به مرور زمان از اونها یک مجسمه یادگاری ساختن. بعد از اون گفتن که حالا ما چون انسان‌های گناهکاریم، بیا اینها رو واسطه بین خودمون و خدا قرار میدیم. ما از اینا می‌خوایم یا اینا رو واسطه قرار میدیم. در قرآن هم بهش اشاره شده، ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفی. ما اینها رو که نمیپرستیم مگر به خاطر اینکه اینها ما رو به الله نزدیک میکنن. واسطه ای نیست در اسلام. اصلا اسلام اومد که با همین واسطه و واسطه بازی بجنگه. پس از یعنی کمک خواستن از حضرت محمد صلی الله علیه و سلم باز اونم شرک حساب میشه؟ ابدا جایز نیست. در هیچ جایی نگفته. پیامبر خودش میگه در قرآن کریم، از زبان پیامبر میگه ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر و ما مسنی السوء. من اگر غیب میدانستم به من ضرری نمیرسید و کارهای خیلی زیادی انجام میدادم. و در جای دیگه الله متعال میگه که از زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که من مالک و نفع و ضرری برای خودم نیستن. هیچ نفع و ضرری به خودم نمیتونم برسانم مگر چیزی که الله بخواد. من از یه بنده خدایی شنیده بودم که یه حدیثی هست که حضرت عمر بن خطاب بارون نمی اومد، کمابی بود و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم میاد به خوابش میگه یا عمر مردم بیار سر زیارتگاه من و از من طلب کمک بخواید که من شفاعتتون کنم بارون بیاد. نه، این روایت باطلی است، مکذوب به رسول الله صلی الله علیه و سلم است. باطلی است. ممنونم از شما، لطف کردید. خدا نگهدار. دعا دارم. الله متعال تشکر از شما. بیننده عزیز بفرمایید. بله بفرمایید. سلام علیکم. از آقای انصاری اگر میشه به برنامه وصل کنید. بفرمایید، شما وصل هستید در استودیو. بفرمایید بیننده عزیز. آقای انصاری چطور هستین جانتون؟ سلامت باشید، زنده باشید. تشکر از شما. آقای انصاری، من خودم از افغانستان هستم و شغل خدا اهل سنت هستم، اما یک چیز رو متاسفانه متوجه شدیم در این برنامه‌ای که از طرف بعض شبکه‌های معیدین، یعنی شما که معید خودم میگیرین، یک تا پرست میگیرین، پخش بشن، یک چیز رو متوجه شدیم که شما به صورت برخورد اگر در مقایسه با برنامه‌های روافض داشته باشیم، متاسفانه تو برخورد سطح نگرانه و برخورد غیر استدلالی دارید. هر چیزی که با ما طبق سلیقه‌تان نباشن میگین اشتباه است و روایت ضعیف است و این چیزی است که ملاها و آخوندهایی را جور کرده. اما برعکس برنامه‌ای که از طرف آخوندهای ایران پخش میشن بسیار با دلیل، با سند و از کتاب‌های خود اهل سنت یک دلیل میارن که واقعا قناعت بخش از به ما به عنوان یک اهل سنت که حنفی مذهب هستم. مثلا یکی از همین دلیل‌ها رو بیارید. یکی از همین دلیل‌ها رو بیارید. یکی از دلایلی که مثلا شما اعتقاد راسخ به نماز تراویح داریم در ماه مبارک رمضان و این همیشه ما به عنوان
سنت پیامبر انجام میدیم، اما به عنوان بدیت آمده و پیامبر همیشه به شکل انفرادی نماز انجام میداد و دلیلشان بسیار قاطع است. کتابای اهل سنت دیگه برای ما گفت، من سوال کردم برای ما گفت و آخر من تا جایی که کتابا رو دیدم چون من خودم با سواد هستم. مثلا یکیشو بگید. یکیشو بگید. چی رو بگویم یکی؟ مثلا یکی از این روایاتی را که اونها از کتاب‌های اهل سنت آوردن که گفته باشه نماز تراویح بدعت است، بفرمایید. نه، نماز تراویح را پیامبر انجام میداد در ماه مبارک رمضان، اما در جماعت انجام نمیداد به شکلی که ما شما امروز انجام میدیم. یعنی نمازی بود که حتی اونا یعنی پیامبر هیچ وقت نماز تراویح را با جماعت نخواندن؟ فقط یک بار فکر میکنم از عبدالله ابن مسعود یک روایت بود برای من نشان داد، یا ای که از عبدالله ابن عمر رضی الله عنه که در او گفته بود که پیامبر صرف یک بار انجام داد. زمانی که صحابه ای را دائم تکرار کرد باز گفت که شما میتونید که چون به عنوان نماز مثل نمازهای فرضی که تو واجب نشوه یا جایگاه فرض نگیره، شما بهتر است که میتونید در خانه‌تان به شکل انفرادی انجام بده. خب پس پیامبر یک لحظه پیامبر یک بار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بله من متوجه نشدم سوالتان رو باشه. شما الان فرمودید که همان کانال شیعی که شما خیلی از اونها خوشتان آمده است گفتن که پیامبر یک لحظه دوست عزیز یک لحظه حالا شما گفتید که شما خیلی سطحی نگر هستید و اونها خیلی عمیق و مستند بررسی میکنن. خب بسیار خوب، بسیار متاسفانه شما الان همین حدیث صحیحی که ایشان برای شما آوردن که پیامبر یک بار حداقل نماز تراویح رو در مسجد خوانده در حالی که بیش از یک بار خواندن. و حدیث صحیح این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم صلى في المسجد بالناس وفي ليلة الثانية فكثر الناس، مردم زیاد جمع شدن. ثم اجتمعوا من ليلة الثالثة، شب سوم هم مردم جمع شدن. او الرابع، راوی میگه یا شب چهارم. فلم يخرج إليهم رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیامبر صلی الله علیه و سلم خارج نشدن. فلما اصبح الناس، وقتی که مردم صبح شد گفتن فرمودن که رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا إني خشيت أن تفرض عليكم. من دیشب میدانید که چرا خارج نشدم؟ از ترس اینکه این نماز بر شما فرض شود. ببین دوست عزیز و بزرگوار، شما فرق سنت، فرض، واجب اینا رو انشالله متوجه هستید. میگید که انسانی هستید که مطالعه کردید، درست؟ نماز تراویح فرض است؟ خیر. واجب است؟ خیر. چی است پس؟ سنت است. همه روایت های اهل سنت بر این متفق هستند که پیامبر تا 3 شب با صحابه این نماز رو در جماعت خواندن و شب سوم گفتن که شب چهارم یا شب سوم یا شب چهارم، فرقش در روایت است. فرمودن که من خارج نشدم به خاطر اینکه نماز بر شما فرض نشود. این که امروز شما برید نماز تراویح رو با جماعت بخوانید سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. بعد از اون صحابه نماز تراویح رو گاهن جماعت میخوندن، گاهی هم انفرادی میخوندن. بعد در زمان سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه ایشان بنابر همان سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم که 3 شب نماز رو به جماعت خوانده بودند و از ترس اینکه فرض نشود بر مسلمان ها ترکش کرده بودند، نه از اینکه جماعت خواندنش بدعت است. فرمودن که بیایید جمع میشویم در مسجد و این نماز رو بر همان سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم دوباره به جماعت میخوانیم. آیا حضرت عمر کاری؟ بله دقیقاً پیامبر نماز خوانده. خب مشکل شما کجاست پس؟ مشکل نه اینجاست که حضرت ابوبکر صدیق به عنوان خلیفه اول. خب صدای من فکر میکنم. نه صدای شما هست، من دارم میشنم، بفرمایید.
بله. اینجا دقیقا گفتم میتونی که در سال چندم هجرت، یعنی زمانی که پیامبر دقیقا در مدینه منوره بود، این نماز شاید در سال دوم یا سوم هجرت خوانده باشه. بعد از اون که تقریبا تا 10 سال دیگه هم در مدینه بود، ممکن انجام نداده باشه. نه، در اواخر حیاتشان نماز تراویح رو پیامبر صلی الله علیه و سلم خواندن. چرا حضرت ابوبکر صدیق ما شما به عنوان مسلمانای اهل سنت افضلترین فرد بعد از پیامبر قبول داریم؟ چرا حضرت ابوبکر صدیق این سنت انجام نداد؟ چون فرض و واجب نبود. چون فرض و واجب نبود برادر عزیز. چون فرض و واجب نبود. خب ببین الان دوست عزیز، در زمان ابوبکر صدیق مسلمان ها در شروع خلافت ابوبکر صدیق تا چندین سال گرفتار جنگ ها و درگیری های مرتدین اطراف مدینه، مسیلمه کذاب، تثبیت پایه‌های اسلام، فرصتی برای تمکین در داخل جامعه اسلامی وجود نداشت. در وقت سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه کلا جزیره العرب تا شام تا ایران همه این مناطق فتح شده بود. امنیت، آرامی، آسایش در بین جامعه بود. همیشه هر حکومتی رو دیده باشید بعد از اینکه استقرار و امنیت و آرامی ایجاد شد، بعداً به فکر تعلیم و تربیت و ساخت مساجد و ساخت بیمارستان ها و مراکز تعلیمی و خیریه و این چیزا اقدام میکنن. وانگهی اگر سیدنا عمر هم این کار رو نمی کرد، امروز من و توی مسلمان بنابر حدیث صحیح بخاری و مسلم که از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها، از عبدالله ابن مسعود، از عبدالله ابن عباس، از تعداد از عمرو ابن عاص، از تعداد زیادی از صحابه روایت شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم 3 شب با مردم به جماعت در مسجد نماز خواندن. پس این بدعتی نیست که سیدنا عمر ایجاد کرده باشه، ولو که ایجاد هم نمی کرد. اصلا در زمان حضرت عمر این کار نمیشد، در زمان حضرت عثمان میشد، در زمان حضرت علی میشد. آیا نماز تراویح بعد از حضرت عمر، بعد از اون مسلمان ها ترک نکردن، همیشه این رو با جماعت خواندن؟ درست است یا نه؟ یعنی در زمان حضرت علی در جماعت بله در جماعت خوانده شده. بله در جماعت خوانده شده تراویح. شما یک دلیل بیارید که نکرده بیارید. یک دلیل بیارید که نکرده باشه. یک دلیل بیارید که نخوانده باشه. آقای انصاری، شما به عنوان کارشناس من شما سوال کردیم. فقط یک کتابی را که مورد اعتماد ما فرق نمیکنه کتاب اهل سنت باشه، چون من اعتقاد دارم اگر از یک کتاب دلیل آورده باشن که حضرت علی امامت کرده باشه و نماز تراویح خوانده باشه، همین دلیل برای من بیارید. والله من میشنم. نه، این که من بگم که بله، من این که بگم که حضرت علی رضی الله تعالی عنه مثلا دقیقاً طبق روایت فلان و فلان در فلان جای نماز تراویح را خوانده باشه، همچین دلیلی من فعلا در دستم نیست. اما دلیلی برای نخواندنش، آقای انصاری، من به شما بسیار احترام دارم به عنوان یک فرد که آگاه امور مسائل دینی است. من چون بعضی برنامه‌های دیگه هم هست، من از اونها پرسان نکردم، خواستم از شما پرسان کنم. اگر یک دلیل لطف کنین بیارین، چون برای من سوال هست به عنوان یک ببخشید که صدایتان من ندارم. نه، من صدای شما رو دارم، بفرمایید. بله، اگر شما یک دلیل بیارین که من خودم، چون برای من یک سوال خلق شده و اونا گفتن که حضرت علی هیچ وقت نماز تراویح در جماعت انجام ندادن. دلیل بله. مثلا ما هیچ روایتی نمیتونم الان برای شما هیچ روایتی بیارم که بالا عثمان رضی الله تعالی عنه، معاویه رضی الله تعالی عنه یا عبدالملک ابن مروان یا فلان ابن فلان نماز تراویح رو با جماعت خوانده. اما بعد از سیدنا عمر هیچ وقت این رو مسلمان ها ترک نکردن، حتی حضرت علی ترک نکرده. اما اینکه گوش کنید، یک چیز به شما بگم. یک لحظه دوست عزیز، من یک لحظه. اگر یک شیعه سوال کنه چطور ما قناعت بده؟ کی سوال بکنه؟ اگر یک صدای مرا داره؟ بله صدای شما رو دارم، بفرمایید. گفتم
اگر یک شیعه سوال کنه و اونا استدلال را بر این بگذاره که حضرت علی هیچگاه نماز تراویح را در جماعت نخوانده، چون ما و شما به عنوان اهل سنت به حضرت علی خو یک جایگاه خاص داریم به عنوان خلیفه چهارم و صحابه پیامبر، برخلاف نظر اونا و اونا میگن که صرفی در زمان حضرت عمر. خب از کتب خود شیعه اگر برای شما دلیل بیارم قبول میکنید؟ من شیعه را باور ندارم آقای انصاری، من کتابای خود ما را باور دارم. برادر عزیز، برادر عزیز، برادر عزیز، برادر عزیز، من چی میگم؟ برای من سوالی است که در کتابای خود ما یک دلیل که بابا جان بعد از سیدنا عمر، بعد از سیدنا عمر، دوست عزیز، بعد از سیدنا عمر که اگر انجام داده باشد دلیل برای من بیارید که برای من واقعا، چون اونا میگن که هیچ وقت هیچ غیر حضرت عمر دیگر حتی خلفای راشدین این عمل انجام ندادن، یک لحظه نماز تراویح را در جماعت نخواندن. الان برای شما من یک دلیل، یک لحظه من الان برای شما بفرمایید. من والله تعجب میکنم، یعنی شما از این یک لحظه من این تصویر رو بیارم اینجا. بله دوستان عزیز این رو نشون بدن. در مسند زید بن علی حدثني زید بن علی عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنهم أنه أمر الذي يصلي بالناس صلاة القيام في شهر رمضان أن يصلي بهم 20 ركعة. 20 ركعة. ببینید دوست عزیز، يسلم في كل ركعتين ويراوح ما بين كل 4 ركعات، که دو رکعت خوانده بشه و بین هر 4 رکعت هم استراحت صورت بگیره. فیرجع ذو الحاجه، کسی که احتیاجی داره میتونه برگرده، و یتوضع الرجل، و میتونه که بره وضو بگیره، و یوتر، یا کسی که میخواد وتر بکنه، و یوتر بهم من آخر اللیل حین الانصراف، و در آخر نماز وقتی که 20 رکعت با 3 رکعت وتر این رو تمام بکنن. دلیل دیگری هم میخواید؟ باشه. کدام کتاب سمی آقای انصاری؟ مسند زید بن علی. زید بن علی خب کتاب اهل سنت مقامتره نیست. زید بن علی فکر میکنم یا مربوط شیعه میشه. نه مربوط شیعه نمیشه، میبخشید. مربوط شیعه نمیشه. نه شیعه نمیشه. زید بن علی، مسند زید بن علی از کتب شیعه نیست. بله فرض ما شیعه است. ما یک دقیقا اطلاع دارم که زید در کجا اطلاع دارید؟ در کجا اطلاع دارید؟ شیعه بسیار اعتقاد راسخ به حتی بعضی حدیث را از اینا روایت کردن و کتابی که برای ما شما مستند است. آقای محترم زید ابن علی کیست؟ فرزند امام زین العابدین است فکر میکنم. خب زید ابن علی رو شیعه قبول داره؟ بله دارن. نداره. از اونا یقیام ندارن. شیعه اثنا عشری با زید ابن علی دشمنن. نه خیر، نه اونا برادر عزیز الان دیگه شما دارید خیلی مستند صحبت میکنید، خیلی دارید به اصطلاح با دلیل صحبت میکنید. آقای محترم دلیل خواستید که سیدنا علی برای ما بخاری مسلم یک لحظه، بخاری و مسلم شما ماشاءالله بخاری و مسلم قبول داری؟ اینم بخاری و مسلم. یک لحظه. روا بخاری حدیث 11025 7761 عن عائشه رضی الله عنها ان رسول الله صلی الله علیه وسلم صلى ذات ليله في المسجد فصلى بصلاته الناس. پیامبر شبی در مسجد نماز خواندن، مردم به صلاتش نماز خواندن. آیا حضرت علی در این نماز بود یا نبود؟ باشه. بله بودن. اگر نباشه یعنی تخلف از رسول الله صلی الله علیه و سلم کفر است. درست؟ بله. اما کسی که کنارتون وایساده بهتون داره یاد میده بگید که خودش بیاد گوشی رو بگیره صحبت بکنه دوست عزیز. نه خیر، من سوال خودم کسی دیگه صداش داره میاد که داره به شما فتح میده اونجا. ثم صلى من
من قابلتی، بعد از اونم یک شب دیگر نماز خواند و کثر الناس، مردم زیاد شدن. ثم اجتمعوا من لیلة الثالثة و رابعه، بعد از اون شب سوم و چهارم هم جمع شدن. فلم یخرج الیهم رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیامبر صلی الله علیه و سلم خارج نشد. فلما اصبح، وقتی که صبح شد، قال قد رأیت الذی صنعتم، من دیدم کاری که شما کردید، جمع شده بودید یعنی برای نماز خواندن. ولم یمنعنی من الخروج الیکم الا انی خشیت ان تفرض علیکم، من به خاطر اینکه این نماز بر شما فرض نشود من خارج نشدم. و ذلک فی رمضان، و این در ماه رمضان بود. آیا این حدیث رو قبول دارید؟ ما به نماز تراویح باور دارم. آیا این حدیث رو قبول دارید؟ 100%. آیا علی در این نماز حاضر بوده یا نبوده؟ بله. اگر علی نماز تراویح رو بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم نخوانده باشه، مخالف سنت پیامبر کرده یا نکرده؟ مطابق با فرموده شما پس کرده. خیلی تشکر از شما. صحبت دیگری دارید؟ بله. بر ما قانع نشدم. دوست عزیز، شما که قانع نشدید من چی کار میتونم بکنم؟ انسانی که دلیل از مسند زید ابن علی بیارم قبول نکنه، دلیل از کتب بخاری و مسلم بیارم قبول نبکنه، دیگه من چی کار میتونم با شما بکنم؟ هدف من کجاست؟ که نماز تراویح به عنوان نمازی است که ما ماه رمضان انجام میدیم. ما در زمان حضرت علی یا حضرت ابوبکر صدیق در جماعت مسلمانان انجام دادن و حتی اگر در زمان پیامبر انجام دادن. شما عجب انسان عجیب و غریبی هستید. میگم پیامبر نماز جماعت تراویح رو خونده. پس چرا حضرت ابوبکر صدیق انجام نداد؟ چون که فرض نبوده. بله، یعنی در جماعت انجام ندادن. در زمان ابوبکر صدیق شاید هم انجام داده باشن، شاید هم انجام داده باشن. در زمان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به شکل مستمر هر شب در طول رمضان این نماز در مسجد خوانده شده. این که شما میگید که در زمان مثلا در زمان فلانی خوانده نشده، دلیل و موضوع پیشتری را که گفتین شیعه به نام نماز لیل دارن، او فکر میکنم نماز تراویح نبود. در رمضان اونا یک شب یا دو شب نماز میخوانن به نام قیام اللیل میگن. نه خیر، اونجا ذکر کرده در روایت 20 رکعت، آخرش هم وتر میخواند. دوست عزیز، امین خانومی که کنارت وایساده فکر کنم خانم خودت است. بده گوشی رو من باش صحبت بکنم. شما مثل که دارید از اون یاد میگیرید. والله هست، قسم میخورم که هست. شما دلیل خاصم متاسفانه. دوست عزیز، شما نمیخواید قانع بشید. دوست عزیز، شما نمیخواید قانع بشید. یک کتاب اهل سنت که بعد از مسند زید ابن علی کتاب اهل سنت است. مسند زید ابن علی کتاب اهل سنت است. و شیعه و یک لحظه الان به شما نشان بدم. یک لحظه دوستان عزیز، تصویر رو نشون بدن. دوستان عزیز، اینجا در کتب اختیار معرفت الرجال معروف به کتاب رجال نجاشی در مورد زید ابن علی در مورد اون میگه که این انسان شراب خور بوده و این جزء اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم شیعه اثنا عشری محسوبش نمیکنن. خوب است؟ و شما میگید که شیعه است؟ حال شما خوبه؟ خانم تو بگه یک لیوان آب سرد بده. خداحافظ دوست عزیز، خداحافظ. تعجب میکنم از این مردم، به خدا. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. بیننده عزیز لطفاً بفرمایید. سلام علیکم. علیکم سلامت باشید. بفرمایید. لطفاً صدای تلویزیونتون رو ببندید. چشم، ببخشید. سلام استاد، خسته نباشید. سلام و رحمت الله و برکاته. سوال داشتم، چند وقتی می‌خواستم بپرسم ولی وقت نمی‌شد. در چه موردی است؟ اگر در مورد مسائلی که مطرح کردیم باشه بفرمایید، اما اگر سوالات شرعی دارید از برنامه فتوا پرسش و پاسخ بپرسید دوست عزیز. دیگه نمیدونم، حالا بابت قرآنه. خب
آشنا گرفتن عکس پدرشونو که فوت کرده چسبوندن تو یکی از صفحات قرآن. گفتم که من بهشون گفتم این کار درست نیست. اینا میگن که نه، به خاطر اینکه هر موقع شما مثلا قرآن رو باز کنید عکس این طرف که فوت شده رو ببینید، مثلا یه دعایی بخونید یا مثلا سوره‌ای که میخونید بگید مثلا نه دوست عزیز، این بدعت هست، این جایز نیست. یعنی ببینید کسی که خودش در دوران زندگیش قرآن نخونده باشه، به قرآن عمل نکرده باشه، شما 1000 تا ختم قرآن هم براش بکنید فایده‌ای به حالش نمیرسانه. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح میفرمایند که وقتی که فرزند آدم یعنی انسان میمیره نامه اعمالش بسته میشه، فقط 3 چیز میمونه براش: فرزند صالحی که براش دعا بکنه، علمی که مردم از او استفاده بکنن، صدقه جاریه‌ای که نفعش برای مردم برسه. مثلا فرزندش دعا بکنه بار الها پدر و مادر من را بیامرز، از تقصیراتشون بگذر، و کتابی نوشته باشه، شاگردانی تربیت کرده باشه. شرط هم نیست که مثلا آخوند تربیت کرده باشه، نه، دکتر خوب تربیت کرده باشه، مهندس خوب تربیت کرده باشه. و اینکه صدقه جاریه پل ساخته باشه که مردم مثلا میخوان از یه رودخانه رد بشن، یک پل درست حسابی ساخته باشه اونجا، بیمارستانی ساخته باشه، مدرسه‌ای، مسجدی، یعنی هر وسیله‌ای که عموم مردم از اون استفاده بکنن، این ثوابش تا روز قیامت برای طرف میرسه. غیر از اون همه این کارهایی که ما میکنیم اینا فایده‌ای نداره برادر عزیز. درسته، صحیح. بعد ببخشید این الان این برنامه که پخش زنده است دیگه، این تو یوتیوب هم بعدا پخش میشه که من فیلمشو دانلود کنم به اینا مستند نشون بدم که این کاری که میکنید اشتباهه؟ بله در یوتیوب شبکه نور هم پخش میشه، در ندای حق هم پخش میشه دوست عزیز. چشم، من اینو دانلود کنم چون خیلی وقته خود این موقع ما رو گرفته چیز کرده، یعنی حالا خورده هولم شدم دیگه. الله متعال خوشحال شدم که با شما هم صحبت شدم. تشکر. خیلی وقت می‌خواستم باهاتون صحبت کنم. سلامت دیگه گفتم اینو هر طور شد به اینا نشون بدم که دیگه خیال اینام راحت بشه. سلامت باشید، زنده باشید. تشکر. استاد ممنون، ببخشید از شما گرفتم. خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. خدا حفظتون کنه. خدا نگهدار شما. خداحافظ. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. بله بفرمایید. بله سلام علیکم استاد محترم، خوب هستین ان شاء الله؟ برسید. زنده باشید، سلامت باشید، بفرمایید. استاد محترم ببخشید موضوع برنامه در مورد چی است؟ چرا که من عکس حال داشتم اگه در مورد موضوع برنامه نباشه که باز بعدا پرسان کنم. والا موضوع خاصی نیست، امشب هر چی دوست دارید بگید. درست است استاد محترم. من یک دفعه دیگر هم زنگ زدم استاد محترم در مورد همین شعرهای کفری اصلا سوال کردم. استاد به نظر شما منظور ما رو درست نگرفته بودین استاد محترم؟ بفرمایید، الان منظور شما رو درست خواهم گرفت. بفرمایید. اصلا چی استاد محترم که یک شعر مولانا است استاد که میگه پیر من و مرید من، درد من و دوای من، فاش بگیم این سخن، که باز یعنی میگه فاش بگیم این سخن خدای من، شمس من و خدای من. شمس من و خدای. بله استاد محترم. درست. همین شعر استاد محترم من اصلا یک روز دیده بودم که همین شعر یک نفر در روی عکس احمد شاه مسعود مانده بود استاد محترم. باز من اینجا کم به نظر تون رفتیم و چی رفتم، یک دوست ما همراه بود که من اونجا گفتم کسی که یعنی شعر گفته و یا کسی که این شعر میمونه در روی عکس یک نفر او را این شعر میمونه و خدای من گفته میشه نفر کافر میشه و اونجا جربه ما امروز با اندیوال پرنس استاد محترم. باز چی شد شب که زنگ زدم استاد محترم باز چی نشد، موضوع برنامه رو بخیر شما موضوع گپ ما رو بخیر درست نگرفته بود استاد. اینجا به نظر شما گپ ما خب به نظر شما بگین که اشتباه چی رقم بود استاد محترم، تون رفتم دیگه به نظر شما این شعر استاد محترم این شعر چی رقم یک شعر است؟ ببینید ظاهر این شعر با آنچه که درش از این کلمات وجود داره یک شعر کفری است. درست؟ هیچ مسلمانی نباید همچین سخنانی رو بر زبان بیاره. اما من امروز اتفاقا با یکی از عزیزان در مورد همین موضوع صحبت کرده بودن که کسی گفته که
شمس مولانا لواط میکرده و مولانا نمیدونم شمس رو خدای خودش گفته و مولانا این گفته و مولانا اون گفته. من نمیخوام از مولانا دفاع بکنم و من در یک برنامه مفصل در مورد شعرا صحبت کردم. بهترین تعریف رو در مورد شعرا الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم بیان میکنه که من این رو برای شما بیارم. الشعراء اون رو بیارم خدمت. الله متعال در سوره شعراء چی میگه؟ میگه که الشعراء یتبعهم الغاؤون. شعرا کسانی هستند که انسانهای گمراه از آنها پیروی میکنن. الم تر انهم فی کل واد یهیمون. آیا نمیبینی که آنها در هر وادی سرگشته و حیران هستند؟ و انهم یقولون ما لا یفعلون. و آنها چیزایی رو میگویند که خودشون با آن عمل نمیکنن. بعد شاعران مؤمن رو استثناء میکنه الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. حسان بن ثابت شاعر بود، شاعر رسول الله صلی الله علیه و سلم بود و رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفتن ای حسان شعر بگو که جبرئیل تو را تایید میکند در این شعر گفتنت. شاعر مؤمن رو ما تایید میکنیم شاعر مؤمن و مسلمان باشه. مولانا چی میگه؟ میگه که پیر من و مراد من، درد من و دوای من، فاش بگویم این سخن، شمس من و خدای من. خدا در فارسی چه معنا؟ کسی که پرستش میشه. نه. خدا در فارسی مالک، صاحب. مثلا در فارسی قدیم میگفتن که من خداوند این خانه هم. در بعضی از فیلم های تاریخی قدیمی دیده باشید مثلا میگن که خداوند این خانه کیست؟ میگوید که من خداوند این خانه هم، یعنی من صاحب این خانه هم. به خاطر همین من مخالف ترجمه کلمه الله به خدا هستم و اکثر مترجمین قرآن در ایران خاصن شیعیان به خدا ترجمه میکنن و من مخالف این هستم. میگم این ترجمه غلط است. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام الله نهایت بخشنده بی اندازه مهربان. به نام خدا غلط است. خدا در فارسی چندین معنا میده. یکی از معانی خدا صاحب است. مثلا دوست، صاحب، دوست، مالک، همه اینها معنی کلمه خدا هست. متوجه شدید؟ خدا به معنی الله نیست مطلقاً. خدا به معنی پروردگار نیست مطلقاً. مثلا رب در فارسی ترجمهش چی است؟ خدا ترجمه کردن خیلیا، لکن رب کسی که تربیت میکنه، پروردگار. متوجه هستید؟ به خاطر همین در اینجا میگن که در اینجا که میگه شمس من و خدای من به معنی این که آفتاب من و صاحب من و دوست من، نه به معنی که پروردگار من. به خاطر همین اگر بیت دوم همین شعر رو ببینید چی میگه؟ از تو به حق رسیده هم. حق چه معنی در اینجا؟ حق پروردگار میگه دیگه. پروردگار. پس اگر اونجا خدا به معنی پروردگار بود، به کدام پروردگار رسیده مولانا؟ پس به الله رسیده. پس اینجا میشه این شعر رو تعبیل کرد. به خاطر همین من با بعضی از دوستانی که بر اساس قطعاتی از شعر یا روایت‌های تاریخی مولانا و دیگران و اینها رو بیان تکفیر بکنن، بگن مرتد است، زندیق است، کافر است، فلان است، این است، اون است، من مخالف این هستم. چون اولا اونها زنده نیستن که ما امروز اونها رو بکشیم در یک محکمه بگیم که آقا منظور تو از خدای من در اینجا چی است. چون شعر بیت بعدی رو که میبینی میگه که از تو به حق رسیده هم ای حق گزار من. کل اینا تعبیل داره. شکر تو را ستاده ام شمس من و خدای من. ببینید باز دوباره در اینجا میگه خدای من. امکان داره این خدا در اینجا به معنی دوست باشه؟ من نمیخوام که توجیه بکنم شعرهای مولانا رو. مشکلات زیادی داره شعر است. اما ما نباید اینقدر افراطی باشیم که بر اساس فهم خودمان، مثلا یکی اومده بود یکی از دوستان سلفی، آقا فلانی کافر است، چرا؟ گفته که من عاشق خدا هستم. چون در عربی عشق به معنی هوا و هوس، در فارسی
عشق وقتی که در اشعار عرفا و شعرای فارسی زبان بیان میشه منتها یک محبت خالصانه و پاک معنی میده که در او هوا و هوس نیست. متوجه هستید؟ به خاطر همین طرف اومده برداشتش از کلمه عشق در عربی رو بر اشعار فارسی تطبیق داده، آقا طرف کافر شد. این درست نیست به نظر من. درست است. یعنی اینجا ما گناهکار بودیم استاد، یعنی گناه ما بود که ما کمتون رفتم. الله سبحانه و تعالی اثر تقصیرات همه ما بگذاره برادر عزیز. بخیر باشیم. درست است. به خاطر که این ویدیو رو بیادر ما باز میبینه که همون چیز برطرف شد. چرا درست. من همینجا در استودیو باور کنید اگر که نمیشه حالا برای شما نشان بدم، در همینجا من دیوان مولانا رو دارم، شمس تبریزی رو دارم، مثنوی رو دارم، به عنوان در اوقاتی که کلا هیچ به اصطلاح خسته بشم میام باز میکنم، یک چند تا از شعرش رو میخونم، کیف میکنم، عجب شاعری بوده، عجب ادیبی بوده. اما بعضیا که میگن که نمیدونم مولانا این است و اون است و فلان، نه این چیزا نیست. یک شاعری بوده مثل که قرآن میگه فی کل واد یهیمون، این چیزی یه وقت دیوونه میشه در چی از دهنش میومده میگفته یک ادیبی بوده. بله هیچ مشکلی نیست. تشکر از شما. یک سوال دیگر هم داشتم استاد، مشکل خواهم سوال کنم. بفرمایید. سوال بعدی همین است استاد محترم، در مسئله خواستگاری که هستیم استاد محترم، وقتی که خانه یک کس خواستگار رفته میشه یعنی تا وقتی که یعنی جواب رد یا بله داده نشده از خانه اون شخص از نگاه اسلام اجازه نیست که کس دیگه مداخلت کنه. درست است؟ بله یا کس نباید خواستگار. بله. اینال در مسئله بیع خرید و فروش استاد محترم، طور مثال دو نفر در حال بیع یک مال هستند، مثلا ما یک جنس را به یک نفر دیگه میفروشم و نمیخوایم که آن جنس را جان از او بزنم یا جنس خراب باشه و دیگه ما داره فروختن بر از او هستم و میگم دیگه نفر سومی که در اینجا مداخله میکنم طبعا میگه نه خراب است یا مثلا این نه خراب درد نمیخوره، در حالی که ما گفتم مثلا ما در جان از او نمیزنم، یعنی من فکر کردم در جان از او بزنم یا قیمت رو بتونم دیگه هیچ حکم داره استاد محترم نفر سوم که مداخله میکنه. نفر سوم اگر به خاطر این مداخله بکنه که برای خودش این جنس رو میخواد، در همون روایتی که شما ذکر کردید در مورد نام خواستگاری، در همون روایت میگه که لا یبیع الرجل علی بیع اخیه ولا یخطب علی خطبه اخیه، بر فروش برادر خودش فروش نکنه. یعنی برادرش آمده یک چیز رو میخواد بخره، این بیاد نه پیش دستی بکنه با فریبکاری اون رو بخره، یا نامزد که برادرش میخواد اون رو خواستگاری بکنه، ازدواج بکنه، بره اون رو خراب بکنه برای خودش بگیره. از هر دوی این منع شد. اما اگر کسی به خاطر اینکه واقعا یک جنسی خراب است و طرف فروشنده میخواد فریب بده این رو، این طرف بیاد اون رو بیدار بکنه، آگاه بکنه، این درست است. اما این رو باید دقت بکنیم که یک انسان بدون تجربه، بدون اینکه بفهمه، بدون اینکه از واقعیت‌های خرید و فروش و بازار آگاه باشه، بیا فضولی بکنه در هر کاری، این هم غلط است. درست. خیر باشید استاد. سلامت باشید. سوال دیگر هم دارم استاد اگه تشکر از شما. تشکر از شما. ان شاء الله در برنامه بعدی زنده باشید. تشکر از شما برادر. خدا حافظ. خدا حافظ. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. بیننده عزیز بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. دوست عزیز صدای شما واضح نیست، بفرمایید. بفرمایید. من عذرخواهی میکنم از عزیزمون، صدایشون مشکل داشت، دوباره تماس بگیرید دوست عزیز. بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام و رحمت الله. لطفاً صدای تلویزیون رو ببندید دوست عزیز. لطفاً صدای تلویزیون رو ببندید، بفرمایید. بله سلام علیکم استاد، صدای منو میشه؟ بله بفرمایید. سوال داشتم در رابطه با حکم بلند کردن دستها بعد از نمازهای پنجگانه. حکم همی
مسئله چطور است از نظر اسلام؟ دست بالا کردن برای دعا کردن بعد از نماز. بعد از نمازهای پنجگانه حکمش از نظر فقه احناف. ببینید برادر عزیز، الله سبحانه و تعالی بعد از نماز ما رو به چی امر کرده؟ بله. به چی امر کرده؟ به دعا امر کرده یا به ذکر؟ به ذکر، به خاطر احادیثی هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم توصیه به ذکر گفتم و شروع ذکرشان با 3 بار گفتن استغفرالله شروع میشه. بالضبط. بعد از در قرآن و حدیث ما مأمور هستیم که بعد از اینکه امام سلام داد در مسجد، گفت السلام علیکم و رحمت الله، السلام علیکم و رحمت الله، بعد از اون باید اذکار رو شروع کنیم. بعد از نماز اذکار در قرآن و سنت بر مسلمان ها امر شده. دعا بعد از نماز امر نشده. متوجه شدید؟ اما کسی به تنهایی خودش بعد از اذکار دعا بکنه، در یک گوشه‌ای بشینه، دستاشو بلند بکنه، دعا بکنه، هیچ مشکلی نیست. اما دعای دست جمعی، یک نفر در جلو در محراب بشینه دعا بکنه، بقیه آمین بگن، این بدعت است و هیچ حدیث صحیح در این باره وجود ندارد. ما این موضوع را قبول دارم و درباره‌اش خواندیم و مطالعه کردیم. بحث اینجاست. من از مولوی صاحب مسجد ما پرسان کردم که حکم اینمی کار چی است؟ گفت مستحب. گفتم قول بیارید که همین مستحب است. او نتانست قول آورده. احادیث به ربط درباره همین موضوع آورد. یکی از همین احادیث دست بلند کردن پیامبر تا صحنه‌ای که سفیدی زیر بغلش معلوم میشد. مانند اینمی من گفتم که دینی باره این تا نمیفهمم تا که وهابیت و سلفیت و همین گپا را بخشم زد. حالا من از شما میخوایم دلیل قاطع از فقه احناف درباره اینمی موضوع رعایت کنیم. هیچ دلیل قاطع در هیچ فقهی در بلند کردن دست به شکل جماعی در نماز وجود ندارد. پس این مولوی صاحبایی که داخل مساجد افغانستان این کار میکنن چی خب بدعت است، بدعت است برادر عزیز، بدعت است. میگن که چیز است، ما استدلال ازی میکنیم که پیامبر نمیفهم نماز استسقا دست بلند کرده، غزوه بدر، غزوه احزاب در عرفات، از اینجا استدلال میگیریم. نمیفهم یک حدیث رو وارد کرد که پیامبر صلی الله علیه و سلم حضرت عایشه دعا میکرد و من ساکت شدم، از اینی که بعد نماز رفتم. درست. ببینید برادر عزیز، یک دلیل از قرآن برای کسی که به دنبال دلیل باشد کافی است که دعای دست جمعی بعد از نماز بدعت است. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم در سوره نساء آیه 103 میفرماید که اینجا نگاه بکنید به صفحه تلویزیون، فاذا قضیتم الصلاة فاذكروا الله قیاما و قعودا و علی جنوبکم. پس نماز را وقتی که به پایان رساندید ذکر الله سبحانه و تعالی را بکنید، چه در حالت نشسته، چه در حالت ایستاده، چه در حالتی که به یک طرف خودتون را انداخته باشید. آنچه که بعد از نماز در قرآن کریم به ما امر شده است ذکر الله سبحانه و تعالی است. همین اذکاری که ما بعد از نماز انجام میدیم، مثلا میگی که استغفر الله استغفر الله استغفر الله 3 بار، 33 بار سبحان الله، 33 بار الحمدلله، 33 بار الله اکبر، و همچنین خواندن آیت الکرسی، خواندن قل هو الله احد، خواندن معوذتین و یک سری دعایی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده، مانند لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر. اینایی که از پیامبر صلی الله علیه و سلم در احادیث صحیح ثابت است. غیر از آن کسی که بیاد این آیه قرآن را رد بکنه، شافعی باشه، حنفی باشه، مالکی باشه، حنبلی باشه، شیعه باشه، سنی باشه، هر کسی که باشه، بدعت است. یعنی این رد کردن آیه قرآن است که تو بعد از نماز بلند شد یک نفر دعا بکنه و دست جمعی دعا بکنید. بعد از نماز در قرآن کریم میگه چون نماز به پایان رسید خداوند را ذکر بکنید، الله سبحانه و تعالی را ذکر بکنید. متوجه شدید برادر عزیز؟ استاد محترم، اینمی آیه
مثال تلاوت کرده در تفسیر از این مربوط به نماز خوف میشه اگر اشتباه نکنم. کدام در کجا گفته نماز خوف؟ فیضا قضیت الصلاة نه فاذا قضیتم الصلاة، این حکم همه نماز هاست برادر عزیز. فاذکروا الله. بله این حکم همه نماز هاست. یکی از نمیفهم علما بود که میگه درباره نماز خوف. خب علما رو بگذارید، هر کس هر چی به نفع خود میگه، اما آنچه که در قرآن کریم است برای ما مهم است دوست عزیز. بله. وقتی که اینمی کار بدعت است، چرا مولوی صاحبای 34 ولایت افغانستان این کار انجام میدن؟ خدا کنه همه دنیا انجام بده، بدعت است. خب اینا یک دلیل قانع کننده، یک موضوع بحث ویدیوی کامل برای من آماده کنه تا من بتانم پیشکش از وا کنم طبق نمونه اینمی ها هدایت پیدا کنن و از این بدعت که انجام میتن بدون نافهمی بتانم که این را به دور بگردانم. چشم. بخیر باشید استاد. زنده باشید. تشکر. حتما در این مورد من یک مطلبی را آماده خواهم کرد. تشکر از شما. منتظر شما هستم استاد. زنده باشید. خدا نگهدار. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جناب استاد محترم، با نظر عدد شما من میخواستم خدمتتان مزاحمت بکنم، اما مجبور شدم به خاطر گزینده قبلی شما که در مورد نماز وتر مسائل را مطرح کرد. نماز تراویح. بله نماز تراویح که در مقابل شما بیادبی ما نشه، ما میخوایم اگر اجازه شما باشد ما به ارتباط سوال از ابو یک دو جمله را اگر بگویم اگر اجازه بدید. بفرمایید. اول با جواب سوال از ابو ما این درست بکنیم در مورد تراویح که پیامبر صلی الله علیه و سه شب را خوان و شب چهارم ایران نخوان به خاطر از اینکه این بالای مسلمانان فرض نشه و حضرت عمر رضی الله عنه زمانی که این امر کرد اونا گفتند که این پیامبر صلی الله علیه و سلم میخواست که با جماعت ادا بکنه، اما از این ترسی که بالای مسلمانان فرض نشه به خاطر مشفقتی که به امت خود داشت، بنان حضرت عمر رضی الله عنه گفت چون پیامبر صلی الله علیه و سلم از دنیا رفته دیگه موضوع به اصطلاح فرض شدن از این مطرح نیست، بنان چیزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم شروع کرده بود ما او را ادامه میدیم، قطع نمیکنیم. به این ارتباط و این برادر نمیفهم که از نظر منطقی ضعیف است یا اصلا مغزش کدام مشکل داشت نمیخواست که قناعت بکنه در صورتی که شما برایشان سندم پیشنهاد کردین و برایشان گفتین که چی موضوع است و این برادر دیگه و من با اون برادر برادر ما میگم از این موضوعاتی که خودت به این مورد زیاد صحبت کردی این بسیار مهم است، بسیار ضرور است که نماز خودت با جماعت بخونی. از این برادر شما پرسان کنید قسم بگید که همین روز 5 وقت نماز حتی 4 وقت نماز چند وقتش تنهایی اجرا کنید و ادا کنید و چند وقتش با جماعت ادا کنید، در صورتی که پیامبر صلی الله زمانی که مریضی بالای شما یک طرف حضرت علی و دیگر طرف سیدنا اشتباه نکردم باشم حضرت ابوبکر رضی الله یک کسی را من نمیفهمم دو صحابی که حضرت علی سینا گفت در زیر بغلم داخل شد مرا ببرید به مسجد کشف کنان پاهای پیامبر صلی الله کشف میشد بالای زمین کشف میکردن میگو مرا ببرید در وقت جماعت من به نماز با جماعت بخوانم. این چی پیامبر ما به ایداد که شما اگر در حالت پایتان اگر فرجم میشه شما باید 2 نفر باشه شما را کشف کنه باید ببرید نقدر این نماز جماعت تاکید شد از طرف پیامبر صلی الله شما اون موضوع را یاد نمیکنید. فقط یک موضوعی که همین تشکیل به ایران قضوی نیست که چی بلاست استاد کل او این شبهات مطرح میکنه یا کاپی میکنه میارم بازی میندازه که این نماز تراویح با جماعت خود تو با جماعت نخواد تو تنها بخواه، اما دیگران اجازه بدون که
اینا بخونه این موضوع را واقعا میگه که بالا بشین پایین میشه او بیادر تو نماز با جماعت بخون جماعتی که بسیار موضوعات دیگه است امیران تو از این برادر پرسان میتونم منطقی شما که مسجد است چند خانه است در مسجد تا صبح که در نماز چند نفر استاد میشه این غم یسی را بکنه کسی که کسی بدونید همین آمد شبهاتی که علی تشریع و چند نفر رابطی مطرح میکنه اینا کاپی و پیس میکنه میاد این برنامه با شما را مستاد خداوند حوصله تا دیدم چاپ کنه اگر ما میمونم تو این دخل سوار دوم بگیره رخصت میکنه پشت کارش شما بقدر حوصله دارید ما اگر یک وقت صحبت میکنیم سر موضوعات خود دفعه ما را قطع میکنیم که شما کسی را توهین نکنید خب ما مجبور میشیم باز انتظار نمیخواستیم زنگ بزنید آدم میخواد وقت نگیره بقدر وقت نگیره چلنجات آخر هم گفت که والا من کنایت نکردم تو چی نکنم کنم قرآن تو قبول نداری حدیث تو قبول نداری بخاری تو قبول نداری وقت یک رافضی را قبول داری که گفته که حضرت عمر چرا بخلاف پیغمبر او بخلاف پیغمبر نکرد پیغمبر واضح گفت که تا میگذاریم چی فرض نشه درست میفرسه که با جماعت برو اما وقتی که حضرت کار زواری کار کرد از برای خودم این منطق شما دادید چه خواهی یک آدم کفتن لوده بود بسیار معفا میخواهیم که همین وقت برنامه را یک برنامه بسیار بزرگی پسند دنیای نشر میشه اینجا برای هر کس استاد محترم من یک بار دیگه پیشنهاد کردم با تکرار میکنم که بر بیننده شما همین تایمر را بمانید که برادر اگر شما اگر گپ دارید از یک دقیقه یا دو یا دو نیم یا 3 دقیقه این وقتی تون از کل سوالاتون رو مطرح کنید بعد از این وقت قطع میشه خود جواب براتون میدم اینا که بون کردن میره چه بفهم که چی میگه تو بالا یک سوال دیگه هم هست یک سوال دیگه هم هست میشه که بلند شد بخیر سوال میکنم دیگه استاد محترم من میخوام که این یکمی جمع شد برای هر بیننده اگر باید بسازید مثل دیگه شبکه وارد دیگه ما تا وارد تقریبا نیم ساعت میشه من سنگ میزنم نماد دومت نمیرسدم تکروری دومت نمیرسد این باسم یک زمان شده که مومنان هستم استاد که این برادر دیگه که سر اینا رو سر موضوع تو اون بدن اگر تو پا میکنی همیشه شرایط درک اگر تو پا میکنی بعد از مستجمی خوب اگر برای ثابت شده یقین آمده بسم الله وارد یقین کنی تقوات بکن که بعد از نماز فرض اگر دعای دستجمی یا دستبلند کردن است تو اگر نیست دیگه تو بده بله از خدا این وقت دیگه که تو نماز با جماعت بخواد خود نماز سالا جمع در مسجد نمیدی این جماعت ما نمیدی که جماعت چیز بچه رکم دعا بالا میره یا پایین میره یکی بود دو سال من یک کلمه را خدمت با نفس بکنم دیگه مفتم میکنم یکی از کماندان سایبا بود تمام را شراب میخورد زنا میکرد نفر میکشت قتل میکرد بعد از یک سال یک دفعه در مسجد میامد که وقتی میامد باز که داخل مسجد میشد با صدا میکرد مولوی صاحب باز میگم بله همین در مسجد که داخل شوی پای راست بانی ثواب زیاد است یا پای چپ بانی در حالی که تو از مسجد بیرون نفر میکشه اما این یه باز دمیدی کل ثواب مثل که مثلا مولوی دیگه میکردم من تحقیقات کردم و استفاده من گفتم که من یک آدم دیندار هستم السلام علیکم و رحمت الله علیکم السلام و رحمت الله و برکاته تشکر از شما برادر عزیز انشاءالله سعی میکنیم که حتما مسائلی که شما بیان کردید حتما بهش توجه بکنیم در برنامه آینده. بیننده عزیز سلام علیکم بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوب است؟ بله بفرمایید. انشاءالله که خوب است. من از تاجیکستان. بفرمایید برادر عزیز از تاجیکستان. در سوال داشتم خجالت میکشم که خیلی مجبور هستم که سوال بیام. بفرمایید. همین پدرم 65 سال دارد بسیار فراموش است. بسیار فراموش است. وقتی که بیمار بشود دیگه ما دیگه توبت باز بدم به توبت میکنم باز هر میکنم چیزی که فاد میکنم میکشه و باز نمیکنم یکی من از اون وقت یکون گفت پس و بلند میگم من گناهگار میشوم یا نمیشوم به حق شما دعا کنید به حق پدرم دعا کنید باشه چشم من در موضوع من در روسیه هستم باشه چشم در این مورد صحبت میکنم برادر عزیز
در این مورد صحبت میکنم. تشکر شما. زنده باشید. زنده باشید. الله سبحانه و تعالی به شما توفیق نصیب بکنه که خدمت پدر و مادرتون رو بکنید و شفای عاجل و حسن خاتمه برای پدرتون استدعا میکنیم از الله سبحانه و تعالی. جواب شما را من به یک آیه از قرآن کریم میدم، به 2 آیه. این از جمله وصیت‌های لقمان هست، پیامبر الهی به فرزندش، و این وصیتی است برای همه مسلمان ها. و اذ قال لقمان لابنه، وقتی که لقمان به فرزندش گفت و هو یعظه یا بنی لا تشرک بالله، ای فرزندم به الله شرک نیار، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بزرگترین ظلمی است که انسان میتواند به خود انجام بدهد. بعد از اون چی میگه؟ ووصینا الانسان بوالدیه حملته امه وهنا علی وهن، و ما وصیت کردیم انسان رو که به والدینش چی کنه؟ نیکی بکنه. امش، مادرش، که او را با ناتوانی روی ناتوانی حمل کرد، مدت حملی که در شکم مادر هست. و فصاله فی عامین، تا اینکه جدایی از شیرش تا 2 سال طول میکشه. انشکر لی ولی والدیک الی المصیر، که شکر الله رو بکنی و شکر پدر و مادر رو بکنی. ببین الله سبحانه و تعالی ما رو خلق کرده، پدر و مادر در ضعیف ترین حالت زندگی ما رو تربیت کردن. یکی چند روز قبل قصه میکرد، میگفت که پدر فلانی مثل کودک است، هرچی بهش میگیم گوش نمیکنه. همین پدر و مادر در دوران فرزند رو نگهداری کردن ازش که از کودک هم بدتر بوده، شیرخواره بوده، نه حرف میفهمیده، نه حرف گوش میکرده، گرسنه میشد گریه میکرد، لباسش نیاز به عوض کردن بود گریه میکرد، خودشو کثیف میکرد گریه میکرد، فقط گریه بلد بود، دیگه هیچ چیز دیگری بلد. اما این پدر و مادر با صبر و حوصله او رو بزرگ میکنه. به خاطر همین هم شکر الله رو میکنی و هم شکر پدر و مادر رو میکنی. و این جاهدک، ببینید الان برادر عزیزمون از مثلا از عصبانیت و از ناراحتی و از مشکلاتی که در پدرش وجود داره شکایت میکنه. الله متعال میاد یک گناه بسیار بزرگی رو مثال میزنه که اون چیزایی که پایین تر از این اتفاق میفته برای شما سهل باشه. میگه و این جاهدک، اگر پدر و مادرت سعی و تلاش کردن که علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم، به تو گفتن که برو مشرک شو، برو به این بت سجده کن، برو خدای دیگری رو در کنار الله سبحانه و تعالی بپرست، تو رو امر به شرک کردن. چی میگه؟ فلا تطعهما، از اونها اطاعت نکن، اطاعت نکن. نه اینکه باشون سر و صدا بکنی، بحث بکنی، فوش بدی، آی شما کافر شدید، آی شما مشرک شدید، آی شما دوزخی شدید، آی شما اینطور هستید، فوش بده پدر و مادرش. میگه فقط اطاعت نکن. و صاحبهما فی الدنیا معروفا، تا روزی که در دنیا هستن به خوبی با آنها رفتار بکن. اطاعت نکن اما با خوبی رفتار کن. آیا یک کسی که مثلا پدرش بهش فوش میده، پدرش بهش تهمت میزنه، پدرش اذیتش میکنه، پدرش سیلی میزندش، پدرش هرچی از بدیهایی که در دنیا وجود داره بگید، آیا شرک از همه این بدیها بالاتر است یا پایینتر؟ چون در اون بالا گفته بود ان الشرک لظلم عظیم، بزرگترین ظلم شرک است. پس پایینتر از شرک هر عمل دیگری رو که پدر و مادر بر علیه شما انجام بده به بزرگی شرک نمیشه. میگه اگر به تو گفتن که شرک بیار، تو اطاعت نکن اما باشون به خوبی رفتار بکن. این به این معنی است که بعضی از علما در قضیه رفتار با پدر و مادر میگن که
حتی جدال کردن. مثلا پدرت تو میگه که این کاغذ رنگش سیاست، تو بگی پدر مگر کوری نمیبینی همه دنیا میفهمن که این کاغذ سفید است. همین کارت اشتباه است. بحث نکن باش. بعضیا 4 کلمه یاد میگیرن در دنیا، به یک مقام و منصبی میرسن، شروع میکنن به مسخره کردن پدر و مادرشون. این غلط است، این اشتباه است. و در جای قرآن الله سبحانه و تعالی بعد از خودش و قضا ربک ان لا تعبدوا الا ایه و بالوالدین احسانا، الله متعال این رو امر کرده، این رو قرار داده، این رو دستور قرار داده، که قانون قرار داده که به الله سبحانه و تعالی کسی رو شریک نیارید و به پدر و مادر احسان بکنید. احسان، خیلی از مردم مفهوم اشتباهی دارن از احسان. مثلا به پدر مادرش خرچی میده، کمک میکنه، فکر میکنه که احسان کرده. پدرش ازش میخواد که دکتر ببردش، میبره، فکر میکنه احسان کرده. مادرش ازش یک چیزی میخواد، براش انجام میده، فکر میکنه که احسان کرده. اما معنی احسان این نیست. احسان به معنی نیکی نیست. ببینید در قرآن بر الوالدین ذکر شده، احسان ذکر شده و صاحب هما فی الدنیا معروفا ذکر شده. اینا هر کدومش معانی خاصی رو دارن. همیشه بدید ملاها، دعوتگران، به والدینتون نیکی بکنید، خداوند گفته و بالوالدین احسانا. احسان فکر نمی کنم کسی تا حالا معنی احسان رو دقیقاً به شما گفته باشه. در حدیث جبرئیل، وقتی که جبرئیل میپرسه از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ما الاحسان، احسان چی است؟ چه جواب میده رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ ان تعبد الله کأنک تراه، چنان الله را عبادت بکنی انگار که تو رو میبینی. اگر این رو تصور کرده فإن لم تکن تراه فإنه یراک، اگر تو رو نمیتونی تصور بکنی که ببینی، او داره تو رو میبینه. این است احسان در رفتار به پدر و مادر. چرا الله سبحانه و تعالی و بالوالدین احسانا، احسان رو در اینجا چرا ذکر کرده؟ احسان به پدر و مادر این است که تو فرزند باید بدانی که پدرت الان چه میخواهد، مادرت چه میخواهد، چه نیاز دارن قبل از اینکه اونها از تو بخواهند. اگر به این مرحله رسیدی واقعا به پدر و مادرت احسان کردی. در غیر اون صورت وظیفت رو انجام دادی. اگر پدرت گفت که کم پول هستم بهم خرجی بده، وظیفت رو انجام دادی، احسان نکردی. احسان وقتی است که بدون اینکه بخواد تو بفهمی که اون نیاز داره بهش پول بدی، نه اینکه دستش بدی خارش بکنی، ذلیلش بکنی، خجالت بکشه. طوری بهش پول بدی مثلا در جیبش بگذاری که اصلا متوجه نشه. و با مادرم چنان. این است معنی احسان باقی. گیرنده گرامی بفرمایید. سلام علیکم. سلامت باشید. بفرمایید. بفرمایید. استاد انصاری. بفرمایید دوست عزیز، دارید با من صحبت میکنید. بفرمایید. چه استاد بخیریم، خیریت خوبه. سلامت باشید، زنده باشید. خیلی کوتاه بفرمایید، 1 دقیقه تا پایان برنامه وقت داریم. بفرمایید. برادر بیشتر درباره این دعا گفتن، شما بیشتر توضیح میدادین، گفتین بدعت اگر دست بلند کنید به تنهایی هم دست بلند کنید بدعت، یعنی نه مثلا در جمعی که کسی باشه دعا کنه بدعت؟ نه، دعای دست جمعی. چشم، در این مورد توضیح میدم. تشکر از شما. تشکر. بخیر باشید. در دعا دست بلند کردن نه تنها سنت است، بلکه هیچ شک و شبهه‌ای در اون نیست که شما حتی در حدیث صحیح می‌فرمایند رسول الله صلی الله علیه و سلم که کسی که دستشو بلند میکنه دعا میکنه، الله سبحانه و تعالی حیا میکنه از این که دعای رو استجاب نکنه و این دستش رو بلند کرده به طرف الله سبحانه و تعالی. ببینید دعا بلند کردن سنت است
دست رو در دعا بلند کردن سنت است. رسول الله صلی الله علیه و سلم مثلا ملا عادت که باش بشینید بگید دلیل بیار به خاطر دعای دست جمعی، میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم چنان دستش رو بلند میکرد که سفیدی زیر بغلش معلوم شد. در کجا دعا میکرد؟ نمیگن در کجا دعا میکرد. در روز غزوه خندق در یک مسجدی است در اون بالا، شاید کسایی که حج و عمره رفته باشن زیارت کرده باشن، بالای همون در کناره کوه، بدن مسجد اجابه فکر کنم بهش میگن. پیامبر صلی الله علیه و سلم در اون بالا دستانشون رو بلند میکردن، دعا میکردن. سیدنا ابوبکر رضی الله تعالی میگه که حتی این سفیدی زیر بازوی پیامبر صلی الله علیه و سلم رو دیدم. یعنی در دعا دست بلند کردن سنت است، بلکه جزء از شروط و آداب دعا است. مشکل فقط این است که الله متعال میفرماید که وقتی که نماز تمام شد شما بعد از نماز ذکر بکنید. ذکر در دهها و صدها حدیث در طرق مختلف در کتب حدیث از رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما روایت شده، اما به جای اینکه مردم بشینن ذکر بکنن، ملا صاحب عجله هم داره میخواد زودتر بره خانه، دست بالا میکنه همه دعا میکنه. دعای دست جمعی کردن در مسجد بعد از نماز بدعت است. هر کس در هر گوشه بشینه دعا بکنه، هر چه دلش میخواد دعا بکنه، تا صبح بشینه دعا بکنه، هیچ مشکلی نداره برادر. صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. يزيح